نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. د آیات قبلی الله تبارک و تعالی موضوعات مربوط طلاق، ظلمی که در زمان جاهلیت بالای طبقه مظلوم زنا صورت میگرفت، الله تبارک و تعالی محدودیت های را و پابندی های را مقرر کرد که جلوگیری از ظلم بالای زنا شود. در اون زمان مردما زنای خدا طلاق میدادن، هنگامی که عدتشان در حالت ختم شدن میشد باز رجوع میکردن، باز میگذاشتن باز طلاق میدادن، باز که عدت در ختم شدن میشد باز طلاق میداد. دین مقدس اسلام آخری حد برای ازی 3 طلاق مقرر کرد. اگر یک کسی یک مرتبه طلاق بده و بعد از رجوع کنه، باز 2 مرتبه طلاق بده باز رجوع بکنه، در مرتبه 3 که طلاق داد باز دیگر رجوع کرده نمیتونه. الله تبارک و تعالی جلوگیری ظلم به این سیستم کرد و حد را مقرر کرد که یقینا انسانی که درک داشته باشه اگر بدانه که من 3 مرتبه طلاق بدم باز در حقیقت زن ناممکن است پس در حدود نکاح ما بیاید، چرا که شرط است که نفر دوم نکاح بکنه، بعد از او اگر او اعلا بکنه بعد از ختم عدت بر یزی روا میشه. این یک فرضیه است که تقریبا بسیار دوراندام است و هیچ وقت تو قدر صورت هم نمیگیره، چرا هر انسان سری ناموس خود غیرت داره. زمانی که در حدود نکاح از او بیاید نمیخواه که او را طلاق بده و نعوذ بالله ملعبه پیش جور بکنه. پس در حقیقت نکاح در حالت بعد از طلاق 3 مثلی بود که هیچ امکان نداشته باشه. یکی موضوع است که مردم او را از خود جور کرده بود، نعوذ بالله حلال گفته و این موضوع خیلی شرمناک، نعوذ بالله که هیچ حیثیت هم نداره. از نگاه فتوا هم قابل از این نیست که به حلاله زن برای شوهر اول حلال شود. این گپ قطعا غلط و دروغ است. پیغمبر علیه السلام اینطور مردما را لعنت گفته و هیچ شده نمیتونه که ما نکاح موقت حرام میگیم و نکاح 1 شبه و 2 شبه را حلال بدانیم. این یک موضوع است که خیلی زیاد شرمناک است و رسوایی است و هیچگاه وجدان و غیرت یک مؤمن هم قبول این گپ نمیکنه، خصوصا خواهرایی که و برادرایی که دوچار موضوع شدن و خود اعتراف کردن که ما بمریم لیکن این امر از ما صورت نگیره، چرا وجدان هر انسان خصوصا وجدان پاکی امر تقاضا نمیکنه. در اینجا الله تبارک و تعالی باز یک نوع ظلم دیگری که بالای زنا صورت میگرفت او را الله تبارک و تعالی از بین میبره. الله میفرماید که طلاق وقت به زنا میده و دمو میعاد خود برسند، پس 2 راه داره، یا است که زنا را نگاه کنی خو شرطش است که مطابق تعارف، یعنی زندگی که در شریعت معلوم دار است پسندیده است، اما قسم زندگی را اگر میتونه شما او را رجوع بکنی و پس در عقد نکاحتان نگاه بکنی. شما نمیتونی همین حقوق مراعات بکنی و زندگی خیلی پسندیده را در پیش ببری، در این صورت باز شما اعلام بکنی که عدت ختم شود. عدت ختم شدن و باز رجوع نکردن و طلاق هم 1 یا 2 طلاق دادن که طلاق رجعی است، یک چانس دیگر هم به شوهر داده که بعد از ختم شدن عدت با وصفی که زن در خانه پدر رفته و شوهر در خانه خود باقی مانده، باز هم یک چانسی از این داره که تجدید نکاح بکنه. از او خاطر الله تبارک و تعالی این موقع طلایی یا این فرصت طلایی را باز هم به شوهر و زن مقرر کرده که میتونن باز به تجدید نکاح باز بگردن. در اوایل انسانی طور می باشه که غضب می داشته باشه، احساسات می داشته باشه، ذهنیت خیلی تنگ می داشته باشه، از عواقب اینمی طلاق و قدر آگاهی زیاد نمی داشته باشه، لیکن وقتی که اینی معامله صورت بگیره و شوهر در خانه تنها بمانه، زنم در خانه پدر باقی بمانه، باز در سری خود می خورن. امکان داره که پشیمان شوه، نه اظهار ندامت بکنه. الله راه بازیابیش باز گذاشته، میتونه با تجدید نکاح زندگی دوباره را آغاز بکنه امی زن و شوهر. در اینجا الله تبارک و تعالی میفرماید که شما نگاه نکنید زنان برای ضرر رساندن
که سرشان ظلم میکنه و عدت تیر کدرایی باشه، یعنی منظوریتان تکلیف رساندن به زن نباشه. صحیح است که شما در اینجا الله تبارک و تعالی این موقع را برای شما داده که طلاق در اختیار شماست و دلتان که یک مرتبه یا دو مرتبه طلاق میده یا باز رجوع میکنید در طلاق، این اختیار امرای شماست. اما الله تبارک و تعالی در اختیار دادن شما را مورد امتحان قرار میده که آیا بالای صنف نازک و مظلوم هم شما بازم ظلم میکنید، بازم اراده و نیتتان ضرر رسانی است یا نیکی ترحم و شفقت است. ببینید نظام مقدس اسلام در یک زندگی پنهانی که در بین زن و شوهر صورت میگیره و در اتاق است و هیچ کسی آگاهی نداره، الله تبارک و تعالی همچو ظلم ها را هم منع قرار داده. اگر شوهر نیت و اراده باز نگاه کردن زن نداشته باشه باید رجوع نکنه. چرا؟ به خاطر که یک طلاق داده عدت تکمیل شوه، زن آزاد شوه و او در صدد پیدا کردن شوهر دیگری برای خود شوه و تو زندگی خود جور بکنی. اینطور نشوه که عدت قریب در پوره شدن باشه باز تو رجوع میکنی، به خاطر که زن یک مدتی که تو توانمندی زیر داری و برای تو حق است که رجوع بکنی، امی قدر مدت تو مورد ظلم قرار بدی. الله تبارک و تعالی میگه این کار نکو. چرا؟ اینطور یک شعور و احساس قرآن برای انسان میده که یقینا وجدان انسان قناعت میکنه. قرآن در اینجا میگه و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، کسی که کار میکنه در حقیقت ظلم بالای خود کرده. تشریح میکنم، الله عزوجل میگه و اذا طلقتم النساء، در آن وقتی که شما طلاق میده زنا را، فبلغن برسه اجلهن، دمو میعادشان که پوره شدن عدتشان است که 3 مریضی است، مریضی ماهواری، فامسکوهن بمعروف، وقتی که قریب است که مریضی 3 به پایان برسه، عالی اگر ارادی نگاه کردن زن به طریق شریعت پسندیده و ای که ادای حقوق میکنه، آینده زندگی خیلی مناسب و موزون پیش میبره، باز دیگه رجوع کردن براتان حق است، رجوع بکنه. معروف امی معنا را داره، یعنی در صورتی که شما میخواهی که زندگی خوب انجام بده، معتاد آن چیزی که در بین مسلمانان متعارف است، شما رجوع بکنی. او سرحوهن، اگر قصدتان باز زندگی خوب نباشه بگذاری. زن طلاق دادی، یک طلاق در یک طهر دادی، بگذاری که عدت تکمیل شود. با تکمیل عدت زن از شما جدا میشه. عالی، خب بازم چانس وجود داره، مدتی که تیر میشه زن در خانه پدر است و تو در خانه خود، اگر مشکلات دمیرای تا گرفت و اینجا تو در سری خود خوردی، فهمیدی که باید قطعی زن گزاره شوه، نمیتونیم زن دیگری را هم به نکاح خود بگیریم و او زنم پشیمان شوه یا اولادش اینجا موجود می باشه، یا ایست که یک مرتبه قطعی شوهرم از زندگی کردم، یا شوهر دیگه از این که در ملک صفت خود پیدا نمیتونم شده، میتونه از این که در خیلی بدخوی و خراب باشه، بیا دیگه اکتفا سر مزی بکو و زندگی در دست خودی ماسته. اگر هر کدام یک کمی خود آرام بگیریم، از عفو و درگذری کار بگیریم، زندگی پیش میره. از او خاطر یا پشیمان و نادم میشه، میتونه با تجدید نکاح باز زندگی دوباره خود آغاز بکنه. الله میفرماید او سرحوهن بمعروف، یا الا کنیشه باز رجوع نکنی به طریقی که معروف است در شریعت پسندیده. معروف میره میگه که تو باید ضرر بر زن نرسانی ولو که از تو جدا میشه، ولی تو اینطور نگویی که من انتقام خدا میگیرم، بیا از او خیلا میکنم بان که سر عزیز زیاد دور و ظلم بکنم، امی مدتی که من پس رجوع میتونم باید امی مدت در قید ما باشه و ما ایره آزار و اذیت بدم. الله میگه ولم تمسکوهن، نگاه نکنی زنا را ضرارن برای ضرر رسانیدن، لتعتدوا که شما عدتها را سرش تیر کرده رایسته به این خاطر که چند مدت در قید ظلم شما باشه. این کار نکنی. چرا؟ به نیت ظلم آنها را برش رجوع نکنی و در قید نکاحتان نگاه نکنی. چرا؟ و من یفعل ذلک، کسی که این کار میکنه، چرا؟ از این معامله و کار خو غیر از الله دیگه کس خبر نمیشه، یا زن بیچاره خو مقابلی تو را نمیتونه. خو الله میگه کسی که کار میکنه فقط ظلم نفسه، یقینا سری نفس خود ظلم کرده. چرا سری نفس خود ظلم کرده؟ آزار دادن یک فرد مسلمان، او خصوصا که شریک زندگیت باشه، یک چیزی مدت عمر لباس تو بود، او را آزار و اذیت دادن سبب پریشانی و استراب فکر انسان میشه و پریشانی و فکر انسان یکی از امراضی است که لا علاج است و این سبب بدبختی انسان میشه. بهترین انسان کسی است که یک لحظه را بسیار به ساعت خوشی تیر میکنه، قلبش روحش آزاد باشه و قلب روحش در خوشی باشه. زمانی که تو در صدد انتقام باشی و او را ضرر و اذیت میرسانی، روح تو نارام است. چرا؟ انسان با وصفی که
قوه نفسانیش تقاضای همین انتقام میکنه، اما دیگه اعضایش تابع از این گپ نیست، احساس نارامی میکنه. همین نارامی سری خود نفس خود ظلم کردن است، یک وجه. دوم ظلم کردن بالای نفس به خاطری است که در حقیقت تو اگر مسلمان باشی، مسلمان به نظر به آیت قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعضای یک وجود است. پس ظلم بالای یک عضو در حقیقت کلی عضو را نارام کردن و پریشان کردن است. تو در حقیقت اذیت خود دادی. دو مسئله. سوم، اذیت اوزن سبب ثابت شدن گناه بالای خودت است که در آخرت مورد عذاب الله تبارک و تعالی قرار میگیری. تو در حقیقت سر از ظلم نکردی، ظلم بالای از او موقت است. تو یک مرتبه رجوع کردی، دوم مرتبه رجوع کردی، سوم مرتبه رجوع نمیتونی، زن از پیش آزاد میشه. اما عذاب الله تبارک و تعالی دائمی است. تو نفس خدا در پیش عذاب الله پیش میکنی. قرآن کریم چقدر نکته جالبه میگه. هر انسان که گناه میکنه در حقیقت بالای نفس خود ظلم میکنه، از نظام الله چه چیزی را کم نمیکنه. سری نفس خود ظلم میکنه که نفس خدا پیش میکنه به عذاب جهنم، به عذاب الله تبارک و تعالی. انسان اگر فکر بکنه معصیت و گناه فقط ظلم بالای نفس خود است. این احساسی است که یا شعوری است که الله به انسان میده، به این خاطر که کسی را مورد ظلم و اذیت قرار نده. باز خصوصا او شخصیتی که در حقیقت لباست بود، همسرت بود و کسی بود که تو از حریم از او دفاع میکردی، جان میدادی برای از او، و امروز نعوذ بالله از او انتقام بگیری، سرش ظلم بکنی. این کارا نکو. چرا؟ ظلم سری نفس است. یکی، ولا تتخذوا آیات الله هزوا. مسئله مهمه که با تاسف امروز مسلمانای غافل ما در این مبتلاست. امی گپ است، مردم مسائل دین ملعبی خود ساخته. طلاق میده، باز میگه من اراده نکرده بودم، مذاقاً گفتم، همونطور قارم آمده بود. این موضوع بسیار شایع است در بین مردم. خب نیتی طلاق داره، لیکن بازم پسان که زن برش میگه مرا طلاق دادی، بعضی زنا بیچاره هیچ آگاهی نداره. هر قدر که میزن از خانه میکشه، او میگه که مرا بکشیم از اینجا نمیرم. چرا نمیرم؟ من پدر دارم، برادر دارم، کاکا دارم، آبروی از واره نمیریزانم. با وصفی که ظالم شوهر میباشه، لیکن همی همسر میترسه که مردم نگویه که دختر فلانی اونجا گزاره نکرد. زنا بسیار حوصله میکنه، لیکنی بدبخت نمیدانه او را زده از خانه کشیده رایسته. شما باور به الله بکنی، امیالی در 100 نکاح 80 نکاح در حالت بی‌نکاحی است. چرا که به صدها مراتب همی طلاق داده، کشیده از خانه. لیکن زنای بیچاره این معلومات نداره که حکم الله نبیسته که یک دفعه طلاق داد، برو یک دفعه طلاق داد، خدا به زور پسرش چی کردی؟ قبولاندی. لیکن دوم مرتبه کی طلاق داد، خو خلاص شد. آلی بعد از یک مدت دوم مرتبه تو از خانه کشید. خصوصا در بعضی اوقات طلاق کنایه‌ای داده میشه. طلاق کنایه‌ای خب بدون تجدید نکاح درست نیست که باز در نکاح تو باشه. برو کارت ندارم، نعوذ بالله لعنتی، دیگه هیچ زنی من نیستی. این کلش الفاظ کنایه‌ای است او نیتش هم طلاق می باشه. تاسف است امروز جامعه ما مملو از این گپ است. و بعد از او که خود میبینه که اگر کدام زن هوشیار باشه، مسائل دین برش معلوم باشه، که دیستی میگه که برای من خیر طلاق دادی، حالی دیگه من از پیشت میرم، یک دفعه وار خطا میشه. باز چی میگه؟ نه همونطور گفتیم. ای بیادری مسلمانم، در پیش الله چی جواب داری؟ اگر امروز تو زنی فریب بدی، قوم فریب بدی، مردم فریب بدی که من نیت و اراده طلاق نکرده بودم، با الله چی معامله میکنی؟ با الله واقع نیست؟ تمام عمر در زنا تیر میکنی. باز موضوع طلاقی طور نیست که تو مذاق فکر بکنی، مذاقش هم قصد است، قصدش هم قصد است. در موضوع طلاق که همی گفتی که تو طلاق هستی، اگر 100 مرتبه زن بخیزه که مرا طلاق داده، 100 مرتبه تو بگویی که من قصد طلاق نداشتم، پیش قاضی طلاق است، زن از پیش تو جدا میشه. چرا اینطور میکنی؟ قرآن کریم در این مسائل دین همی قسم میگه. افسوس اینجا است که امروز یقین بکو جامعه آنقدر ملوث به این گپاست که هیچ پرسان نکو. حتی مرد یک دفعه قرآن دو میزنه، پیغمبر دشنا میده، نعوذ بالله مرتد میشه. زنای بیچاره نمیفهمه که توسط اینمی کلمه نکاح ما از بین رفت. اگر این آدم باز مسلمان هم شود تجدید نکاح کار داره، لیکن این زنا هیچ نمیکنه. حتی زنی که 3 طلاق هم در 3 مرتبه در جدا داده، بازم همون زن اولاد میاره، نعوذ بالله. این چقدر این احکام الله تبارک و تعالی مسئله ملعبه و بازیچه نیست، این حکم الله است. الله از پیش تو پرسان میکنه، تو پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستی. قرآن از همون خاطر میگه که ای مردم، نعمت الله را یاد بکنی و از این نعمت الله چقدر محروم هستیم.
یقینا کسی که در قرآن ننشسته، در حدیث ننشسته، شما باور به الله بکنید زندگی را نمیدانه، همیشه مرتکب حرام است. دین روز موضوعات تیر کردیم که مردم چطور است. همین دین روز برای ما واقعه آمده که چه قسم واقعه صورت گرفته. امو شوهر با زن خود چه معامله را انجام میده، چقدر بدبختی در اینجا روان است. ببینی خیر است. حالا یک زن در عقد نکاح تو میایه، او بیچاره از حیای خود از حیا میکنه، میشرمه، موضوع را به کسی افشا کرده نمیتونه، حتی به مادری خود شرمش میه. و تو ظالمی بدبخت که تو ایمان داری یا نداری، عقیده داری یا نداری، این معاملات ناروا و غلط کرده رایستی، چرا میکاره میکنی؟ علتش نمیسته که به ترجمه قرآن ننشسته. من خو امروز میگم امی ملاها، امی پیرایی که ترجمه قرآن من نمیکنه، شما باور به الله بکنه در درجه کفر میرسه. دیگه شکی نیست. چرا؟ مردم در تاریکی باقی مانده. مردم امروز نعوذ بالله کل عمر در زنا عمل کرده رایسته، غلط کار کرده رایسته. چرا؟ به خاطری که ترجمه قرآن نشنیده. قرآن از امو خاطر بعد از اون ما را میگه واذکروا نعمت الله علیکم. ای مؤمنا نعمت الله را یاد کنه، شکرگزاریش بکنه. ذکر نعمت الله ای را میگه که ما بگویم به زبان خود صفت بکنیم که یا الله چی ذاتی هستی و چی نظامی را برای ما طرح کردی، چه قسم جلوگیری از ظلم کردی، چه قسم حقوق برای ما بیان کردی. این نعمت بزرگی است. ما باید قدردانی نعمت الله را بکنیم. قرآن و حدیث پیغمبر نعمت بزرگ الله است و این نعمت بزرگ الله شکرگزاریش به این نمیشه که ما قرآن پوش بدیم در سری تاق بگذاریم. حدیث پیغمبر فقط در مدرسه ها کتابش چاپ شود، یک ملا و طالب خبر باشه، او را حدیث ها کلش مطابق مذهب جور شود و دور داده شود، خیر و خلاص. بینمی شکرگزاری کتاب الله و سنت رسول الله به الله قسم نمیشه. ظلمی که سری کتاب الله و حدیث میشه ده هیچ چیز نشده. خب قرآن ما را میگه همین کتاب الله است که همین مسائله، همین زندگی را برای ما تعلیم میده که چه قسم زندگی بکنیم. زن چه حقوقی داره، ما چه حقوقی دارم، ما چه مسئولیت دارم، زن چه مسئولیت داره، طرز زندگی چه رقم میباشه. قرآن برای ما میگه و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه. یاد کنی نعمت الله را و آن چیزی را که الله روان کرده بالای شما از قرآن و از حدیث. رازهای شریعت، مسائل دین براتان بیان میکنه، دلایلش بیان میکنه. شما را طرف پاکیزگی، یک خانواده که بالکل سالم باشه، رنج، غم، درد، پریشانی هیچ نوع گپا در او نباشه، هر کس مسئولیت خودش شناخته باشه. همینطور چرا همین نعمت ما قدردانی نمیکنیم؟ سالا به این قرآن نمیاییم، نمی نشینیم. از همون خاطر در خانه دوچار هزار قسم مشکلات می باشیم. اگر یک کسی قرآن بخونه با 3 طلاق در یک مجلس به زن خود میده، با 3 طلاق به زن خود میده، یا در حالت غضب و قهر هر چیزی که در دانش آمد میگه، قطعا نمیگه. کسی که قرآن شنیده، کسی که با قرآن نشسته. ولی با تاسف عمرای ما تیر شد در قرآن ننشستیم و این موضوعات مولا صاحب در سر منبر هم بیان نمیکنه، یاد نداره. شما باور به الله بکنی یاد نداره، یاد نداره. خیر مردم این دین از کجا یاد گرفته؟ شما بری 100% مردم از سوال بکنی که مردا قطع زنای خود در کدام حالت هم بستری میکنه، از کدام را هم بستری میکنه و چندین مراتب طلاق داده. یک نفر دیگه نمیجا دمی زیر اینمی درخت آمد برای من میگه مولوی صاحب من خو زن خود واقعیت برات بگم که طلاق داده. من گفتم چند مرتبه؟ گفت از 70 مرتبه که زیاد طلاق داده. من گفتم نه جدا جدا در یک مجلس؟ گفت نه مولوی صاحب 1 سال بعد، 2 ماه بعد، 4 ماه بعد، 5 ماه بعد. گریان کرد بیچاره. گفت کسی مرا نگفته بود. مرا گفت ولی من چی کنم؟ من گفتم میالی که رفتی فقط جدا شو از زنیت، گپ خلاص شده. اگر تو ایمان به الله داری روز قیامت در نظر میگیری، الله از پیش سوال میکنه. گفت مولوی صاحب بعد از همین طلاق اولادی ما پیدا شده. من گفتم استغفار کن، از الله توبه طلب کو، از امیالی برو جدا شوی. خیر دیگه گپ نیست. آلی از الله دیگه تو استغفار طلب بکو، توبه بکش. چرا مرتکب جرم و جنایت شدی؟ ایره بگذار. قاضی فیصله کرده کسی که 3 طلاق خود حنفی میگیره، بازم به این نیت او را نگفته که طلاق واقع نشده، میگه برو پروا نداره، کی از پیشت خبر داره؟ نفر برای من میگه که مرا گفت که کی از پیشت خبر داره؟ مردم خو خبر نداره. خیر از زنی تا سالی که اعلام کنی یک عالم شرم و عیب است. نه نگاه کرده برو. نعوذ بالله. آیا به الله چی جواب داری؟ از او خاطر ای برادرم، ای خواهرم، الله خو سرتان مراقبت میکنه، میبینه حالتتانه. اگر اینطور معاملات شده باشه، اینم امروز زن بخیزه باشه وری خود بگه که تو مرا طلاق داده، 3 طلاق داده،
ما عدتم پوره شده بود تو رجوع نکردی، تجدید نکاح نکردی، حالی هم بستری من نشستی من قطعی تو حرام و زناست، نمیشینم. چرا؟ ما پابند دین الله هستیم، اینی قانون الله تبارک و تعالی است به ما آمده، ملعبه جور نکنیم. الله از خاطر میگه ولا تتخذوا آیات الله هزوا، احکام الله را مسخره جور نکنی، نعوذ بالله، که هیچ رعایت نمیکنی، اهتمام برش نمیکنی، همونطور یک حکم عادی است، نعوذ بالله. امروز ببینید جامعه ما مکمل دینمی تاریکی غرق است. خب امی علما چی جواب میگه در روز قیامت به الله تبارک و تعالی کی کتاب الله را چی وقت به مردم بیان کرده؟ ما خو که میگم ای مردم عوام، شما باور به الله بکنید، به جنایت علما که خبر شوی. البته کلی علما را نمیگم، اما علمایی که سالا گوشت قاقی مردم خورد، خو لیکن مردم حتی ایمان و عقیده توحید هم نشان نداد. راههای سنت خو بگذار، فضایل خو بگذار که شما کمایی کنی، اینا خو بگذار. بالکل حتی امو مسئله که صرف جنت براتان در آخری عمر خو نصیب شود که مسئله توحید است، توحید کس نمیفهمه. خو شما بگوی امروز ما بد هستیم، سر ما تاپه زده میشه، مردم طعن و لعن میگه، امو کسایی که فقط و فقط پیسه تا از جیبت کنده به عنوانای مختلف، هیچ چیز برات باقی نمانده و هیچ چیز هم برات نشان نداده، حتی به اولادت. اما آدم پیش شما قدر و قیمت داره. ای برادرای عوام، یک دفعه خوب بفهمید این دین چیسته. شما این حال زندگیتان دمی آیات قرآن یک دفعه پیش کنی، امی آینه است، دمی آینه پیش کنی که چقدر عیبای زندگیتان معلوم میشه یا نمیشه. جوان برام آمد گفت مولوی صاحب، کاست شنیده بود، گفت مولوی صاحب تو در کاست گفتی که راهی هم بستری یکی است، چرا دیگه جای روان نیست؟ من گفتم نه نیست. چی میگی تو؟ من خو کل عمر اینی کارم است، نعوذ بالله. ببینی بعد از او گریانش شروع کرد، گفت به الله قسم من خبر نبودم که چه قسم کار است. عجیب است، حتی موزن خبر نداره که چی معامله میشه، فکر میکنه من در اختیار شوهر قرار گرفتم، هر معامله که ختمه میکنه بالکل درست است. حالا او طور نیست. الله تبارک و تعالی حدود مقرر کرده، این برای نمیگه پاسته طلاقا داده رئیس پاسته قرار زن است. الله میگه نعمت الله قرآن و حدیث است، خو خوانده نشده. من گاهی براتان میگم برادر و خواهرا، بسیار شکری الله را بکشی، یقین براتان میکنم یک صحت نمازتان چقدر است، صحت عقیدتان چه رقم است، با شنیدن قرآن زندگیتان چه قسم جور میشه. قرآن چه قسم زندگی را براتان یاد میده. الله براتان میگه که واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله که سر شماست او را یاد کنی. و کدام است؟ و ما انزل علیکم من الکتاب، آن چیزی که نازل کرده الله از قرآن که تمام احکام زندگیتان علایده براتان واضح میسازه، بیان میکنه. والحکمت، از حدیث پیغمبر، یعظکم به، نصیحت میکنه بینمی کتاب الله و بمی حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله تبارک و تعالی کسایی کو این نعمت بزرگ است. یقینا در زندگی انسان برابر قرآن و حدیث نعمت دیگه نیست. چرا عقیده آدم، عمل آدم مکمل توسط همین دو جور میشه. خب شکرگزاری نعمت به چی میشه؟ شکرگزاری نعمت به این میشه که آدم بدانه، بفهمه، برش بشینه، احکامش عمل بکنه. این شکرگزاری نعمت است. ما حتی نشنیدیم، یاد نداریم. مسلمان است میگه من قرآن یاد ندارم. چرا یاد نداری؟ فرانسوی را یاد داری، انگلیسی را یاد داری، ترکی را یاد داری، آلمانی را یاد داری، قرآن یاد نداری. چرا یاد نداری؟ کی است که قرآن نفهمه؟ شما بگوی. ما شرط میکنم طفلی که 7 ساله و 8 ساله است که تنها حروف میشناسه، یک هفته در پیش مبان اگر قرآن ختم نکرد چی که میگی؟ ما ضمانت میدم که ختم میکنه، بالکل ضمانت میدم. یک خواهر پارسال دمی رمضان مبارک گفت من قرآن یاد ندارم. من گفتم یک هفته ان شاء الله همینجا چند دقیقه تو منتظر باش. در یک هفته الحمدلله قرآن کریم مکمل دیگه یاد گرفت و حرکت کرد. گفت آرزوی بزرگم در عمرم امی بود که من قرآن یاد بگیرم. الله تو را اجر بده، من یاد گرفتم. چرا قرآن چرا یاد نمیشه؟ کیست که یاد نمیکنه؟ اما خواری نمیشه، زحمت نمیشه. مولا صاحب چوب در این جمان ده بخونه. یک شاگرد مقرر کرد الف زر آب یا پیشبوره گفته رایسته در تخته کار کرد، حرف برش نشان داد، حرکت برش نشان داد. قرآن کریم چیست؟ مجموعه نمی 28 حرف و 4-5 حرکت است، صدای مختلف داره. زبر چی رقم صدا داره، زیر چی رقم صدا داره، پیش چی رقم صدا داره. دیگه قرآن کریم چی داره؟ بگوی. فقط صدای حرکت است، حروف است، دیگه چیزی نیست.
برای یک هفته همین تعلیم شما بده، باز ببینید که مردم یا قرآن یاد میگیره یا نمیگیره. لیکن در دین بسیار سستی شده، غفلت شدم. اما از طرف معلمین و مربین و کسایی که خود وارث انبیا مقرر میکنه، علما، و اما از طرف مردم بسیار غفلت است. راه های تجارت ما کمال یاد گرفته، به خاطر پیدا کردن پول زبان چینی را یاد داری، خط چینی را یاد داری، قرآن تو یاد نداری. تو 2 روز یک هفته در قرآن بدی وقتی تا که چطور یاد نمیگیری؟ ولی اینطور بگو که دنیا پیش می اهمیت داره، قرآن اهمیت نداره. دنیا پیش اهمیت داره، دین اهمیت نداره. چرا نداره؟ یک زن و شوهر آمد گریان میکرد، شاندم شانه. یک چند سوالا دیگر هم کردم. شما باور به الله بکنی کلمه را درست یاد نداشتم. ما گفتم چه قسم نکاح کرده شما؟ معنای کلمه چیست؟ معنای کلمه را یاد نداشتن که کلمه چی مقصد داره. خیر، این ازدواج چی مفهومی داره؟ چی معنای داره؟ از این طور زن و شوهر چه قسم اولاد تربیه شوه؟ براتون نگفتم که 24 ساله بچه نماز یاد نداشت و بعد از او اقرار کرد که پدر و مادرم هم نماز یاد نداره. در کابل تا نمیتور حالت ها وجود داره. کابل نه، در تمام اطراف اکناف همی گپ است. یک نفر از سمنگان بود، ما در پاکستان بودیم، در تبلیغ آمد، قسم خورد، گفت مولوی صاحب بجز از چوپانی اگر به الله قسم اگر چیزی را دیگه یاد داشتم. زمانی که در پاکستان مهاجر شدیم، تبلیغی ها آمد در کمپی ما، من روان شدم. وقتی از من سوال کردن کلمه بخون، من ایران مانده بودم کلمه چی را میگه. مرا گفتن نماز بخون، وضو، من ایران مانده بودم که وضو چی را میگه، نماز چی را میگه. آدمی که 5 اولادم داشت، بعد از او گریان کرد، گفت علی مولوی صاحب بچه را خوب بگذار، 2 دخترم هم حافظ قرآن است. که در کردم، بعد دعا کردم به پدری خود که او پدر تو مرا فقط در پشت چوپانی گو گټله گفت سرم میبرد، در جلگه ها میچراندم، دیگه چیز یاد نداشتم. خلاص حالی در کردم که من من حیث یک انسان مومن دایی دنیا آمدم، چی مسئولیت دارم، چی ادا بکنم. مردم همون طور است. امروز اکثریت مردم نماز میفهمه، قرآن نشسته است. چرا احساس مسئولیت نمیکنه که ما بندگان الله هستیم یا نه؟ پشت دنیا میدوه، شراب و کباب میخوره، اما بندگی الله را یاد نداره. یه مشکل است. قرآن کریم ما را میگه نعمت الله سرتان است، او را یاد کنه، واذکروا، یاد کنه. یاد کردن نعمت الله با درس و تدریس و تعلیم و توصیه یکی به دیگه میشه، به عمل کردن احکام الله میشه. ولی قرآن و حدیث کجاست امروز؟ تاسف است. ای مولا صاحب، ای عالم، ای جناب، نکو تبلیغات، نکو که الله تبارک و تعالی تو را میبینه. ما خب الله قسم مردم به قرآن و حدیث دعوت میدیم. بیا کمی کتاب الله و حدیث پیغمبر وفات کرده، مرده در جامعه، کس یادش نمیکنه. بزرگترین متدین ما کتاب فقه را میخونه. کدام فقه؟ امو کتاب فقه که در اونجا اشاره را حرام گفته به انگشت، سنت رسول الله را حرام گفته. خو آدم چه قسم سر دین عمل بکنه؟ بگو برام. ما امروز همین ملت نعوذ بالله که مظلوم و محروم همیشه از کل نعمات دنیا، خصوصا از دین محروم مانده، دعوت به سوی قرآن و حدیث میدیم. لیکن ملا صاحبا چی تبلیغات میکنه پشت ما؟ در جمعه ها به مردم اعلان میکنه که در شهر نو یهودیت و نصرانیت تدریس میشه. نعوذ بالله. تو عالم کافر نمیشی در این گپ؟ قرآن تو یهودیت و نصرانیت میگی، خیر دیگه چی؟ تو مردم باز میداری از ترجمه قرآن کریم، تو چی رقم عالم هستی؟ باز کاش که به چشم سر خود دیده باشی. تو تهمت دیگر هم میلگانی. موریسی متوکل امامای دین دشنام میده. نعوذ بالله. شما خواستی همیجا که ما امامای دین چه قسم احترام داریم؟ عجیب نیست؟ خیر این علما در روز قیامت به الله چی جواب بگه که قوم خدا از قرآن منع میکنه، از دین منع میکنه، ما را چی معرفی میکنه؟ ما کدام اشخاص هستیم؟ چه قسم مردم هستیم؟ بله من خو میگم که نعمت الله، شکر الله را میکشیم که باز رجوع به سوی قرآن و حدیث کردیم. من خودم در عمر خود از این که بزرگ نعمت دیگه ندارم در زندگی خود که الله ما را آشنا با قرآن ساخت، با حدیث پیغمبر ساخت، که ما فهمیدیم طرز زندگی خدا که ما مؤمن هستیم، چه قسم مؤمن هستیم. واتقوا الله واعلموا، بترسی از الله. احکام خدا که الله بیان میکنه، نمیگه که جریمه میشه، نمیگه که زندانی میشه، نمیگه که پیردار براتون مقرر است، بس میگه واتقوا الله، از الله بترسی. و اللهی که یک لحظه و عقیده و حرکتی از الله بیرون نیست، الله محاسبه میکنه. قطر اعضای خودت سری خودت جاسوس، ملک دو ملکی که نوشته میکنه بر علاوه از او اعضای خودت جاسوس، الله تبارک و تعالی اعمال ثبت کرده رئیس. چطور خلاص میشی تو؟ کدام طرف میری؟ او علمو،
سعی که طور نگو که از پیشم کسی آگاه نداره. خیر است، دختره که مظلوم عین از فراد توی کده ای، پدر و مادرش اینجا نیست، قومش اینجا نیست، هر روز تو لطو کده رویستی. یا امینجا از خامو پدر و مادر ضعیف است، تو از خاندان قویستی، زورش در تو نمیرسه، بدماش خدا جور کده، زن هر روز لطو کرده رویستی، هر روز زیر شکنجه کرده رویستی. الله برات میگه وعلمو، یقین کنی که ان الله بكل شیء علیم. الله به هر چیز علم داره. یک نقطه حرکتی تو از الله بیرون نیسته. علم الله خواسته کدام طرف میری؟ از الله چطور خلاص میشی؟ قرآن چطور منع ظلم میکنه؟ یقینا ما که میگیم اگر الله را بشناسیم که الله علیم است، بس کی است که دست دزدی دراز کنه؟ هیچ کسی نیست موبایل کسی را گرفته میتونم. خیر است که آدم خودش خبر نیسته، آدم ساده است اینا ما میگیرم در جیب خود پرت میکنم، اما الله میبینه. الله میبینه. جلوگیری از همه جنایت توسط عقیده میشه. عقیده به صفات الله، صفات الله را آدم بشناسه. الله چی صفت داره؟ الله ذو انتقام است. به الله قسم ذو انتقام است. مظلوم همینطور باقی نمیمانه. صحیح است که ظالم زیاد ظلم میکنه، اما روز فرا میرسه که الله انتقام میگیره. الله قهار است، الله شدید العقاب است، الله شدید العذاب است، الله سریع الحساب است. قطعی تو محاسبه میکنه. تو یقین داری یا نه؟ به صفات الله عقیده داری یا نه؟ علمای ما کار نکده، در ذهن مردم، در قلب مردم صفات الله جا نگرفته، مفهوم صفات الله را مردم نمیدانه، از او خاطر جنایات و گناه میکنه. پیغمبر کار نکرد سری صحابه کار کرد 13 سال، فقط عقیده توحید در قلبشان جا داد که الله کدام ذات است. بعد از او دیگه صحابی کدام صحابی بود که اینجا عروسیش است، شب اول عروسیش است، وقتی آواز جهاد میشه دیگه وجدانش اجازه نمیده که در پهلوی زن خود خواب بکنه. او میره در حالت جنابت شهید میشه. هستیم ما برای جهاد رفتن بهانه کرده رویستیم، ایله ها جور میکنیم که جهادی تو رسید. به الله چی ایله میکنیم؟ چرا؟ پیغمبر تربیه کرد صحابه را، ایمان در قلبشان جا داد، فهمیدن که ایمان چی مطلب داره، از ما چی مطالبه داره. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. توسط چی ایمان جا بجا شد؟ قرآن. پیغمبر قرآن بار میگفت. صحابی میگه ما از 10 آیت پیش نمیرفتیم تا وقتی که 10 آیت حفظ میکردیم، معنایش میفهمیدیم، عمل سرش میکردیم، بعد از 10 آیت دیگه پیش میرفتیم. بعد از ابن عمر رضی الله عنهما 8 سال سوره بقره را تفسیر کرده خوانده. خود عمر رضی الله عنه 12 سال. ما تو در یک رمضان در صبح 2.5 ساعت وقتی خود در کتاب الله نمیدیم. در کل عمر تو چطور مسلمان خدا میگی و چه قسم میگی دعوا میکنی که من مؤمن هستم، کلی مسائل دین نمیفهمم؟ ایرا بگذار. وقتی که میگی در قرآن بیا میگه چیزی که پدرایتان کرده، ملای بدبختی ما سر منبر مردم توصیه میکنه، میگه نه اما عقیده که پدرایتان داشت دیگه فکرتان باشه که گروه های نو پیدا شده. گروه نو در طرف چی دعوت داده؟ طرف یهودیت و نصرانیت؟ یا کتاب الله را باز کرده کتاب الله را برات میخونه؟ الله تو چطور جواب الله داری؟ قرآن ببین. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. دیگه قسم ظلم. بعضی اوقات برادرها، پدر، خیلی خانواده و اقارب وقتی که کسی زنی خود طلاق میده، این یک طلاق داد، عدت هم تکمیل شد، زن رفت در خانه پدر، در خانه بیادر. حالی بعضی اوقات بیادر و پدر احساساتی میشه، غیرت میپیچانشه، غیرت جاهلی. امو شوهر پس مطالبه نکاح را داره، امی زنم رضایت داره که باز قطع از اون نکاح بکنه. نه، یک دفعه طلاق داده دیگه نخواد که دست سرش پرتی، قسم میخوره. این مسائل در مسئله پشتونای ما خیلی زیاد است، ننگ بیجایی را میگه. قرآن کریم چه نکته جالبه میگه برای ما، نکته که بالکل وجدان انسان قناعت بکنه. قرآن میگه اذا طلقتم النساء، وقتی که طلاق داده زنا را، فبلغنا رسیدن اجلهن، دمو میعاد مقررشان که پوره شدن عدتشان است، فلا تعدلوهن، شما منع نکنی زنا را، اینکحن که نکاح بکنه، ازواجهن، با مو شوهرای اول که یار طلاق داده، یک طلاق داده حالی پس عدت تکمیل شد، جدا شد، حالی باز توسط تجدید نکاح امیزن قطعی و شوهر درست است، شوهرم پشیمان شده، زنم پشیمان شده، هر دو پس راضی است که زندگی خود دوباره آغاز کنه، تو مانع میشی. نمیمانم شه، اول مرتبه چی کرد که حالی بکنه، ما قطعا نمیمانم. او اکثر مردم ها خب اول به خاطری نمیده که یک جای دیگه بفروشش دور،
پیسه زیاد سرش بگیره. شما باور به الله بکنید در مناطق ما فقط فروختن است. مال کس همینطور نمیفروشه. نعوذ بالله. یک آدم مرکبی خود که میفروشه میگه در جایی میفروشم که سبا روز در خاکشی یک روز بیارم از پیشش طلب بکنم. گوی خود در جایی میفروشه میگه دیگر روز قلبه سرش بکنم. خود دختری خود پشتش نمیگرده که در کدام جای سنگ پلخمان است. فقط پیسه زیاد بگیره. امروز در افغانستان اینی عنعنه رواج است. باز خود مسلمان هم میگیره تکبیر اولا را گفته رایسته. حج کردیم من این بسیار نمازا را میخوانم. تو در حق اولادت چی کردی؟ با بچه خانه بده، جای بده، زن بگی، مال و دارایی همه چیز مصرف کو. دختری تا مال جور کو. حتی رعایت خواسته خودش هم در نظر نگیری. از پیشش سوال هم نکنی که تو خوشداری یا نه. من تو را در کجا میدم؟ ببینی این ظلم نیست؟ باز در روز جنازهش تو بدبخت که میموری 5 ساعت 10 ساعت یک شو برای آمدن دختری جنازه بدبختی تو معطل است. و طور دختر باید اینطور جنازه پدر تف کنه ایج نبیا. چرا که پدر نبود، این خود دشمن بود. چرا دخترش در فلان جای است برسه باز بعد از اون مایی را دفن میکنیم؟ اینی حالت ماست. این باز خود مسلمان میگه. اسلام خیره نمیگه. اسلام تنها نماز نیست. قرآن یک دفعه بخون که الله برات چی میگه. زن و شوهر با هم موافقه داره پس تو مانع نشو. چرا مانع نشو؟ اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که رضامند باشه هر دو زن و شوهر در بین خود بالمعروف با طریقی که پسندیده است در بین شریعت، پس حقوق ادا کرده میتونه. آلی پشیمان شده در سر خود خورده هر دو، آلی باز زندگی خود یقینا به طور درست موافق شرع شروع میکنه. آلی حقوق تلفی نمیشه. چرا؟ ذالک یوعظ به، ای حکم که تیر شد نتیجه لازمی ایمان است. ایمان تقاضی نمیره میکنه. ذالک یوعظ به، ای حکمی است که وعظ کرده میشه به ای حکم. من کان منکم، کسی که است از جمع شما، یؤمن بالله که عقیده به الله داره، و الیوم الاخر، بر روز آخرت داره. ای حکم نتیجه لازمی ایمان است. ایمان تقاضا میکنه که همین زن و شوهر باز قطعی خود نکاح بکنه. چرا؟ ذالکم ازکی لکم، اینمی حکم که پس همی زن قطعی شوهر نکاح بکنه خیلی پاکیزه است لکم برای شما از بدنامی. چرا؟ به خاطر که رازای زن و شوهر یکی با دیگه معلومات داره، خوی خاصیت معلوم است. شده میتونه فرفته شود. نعوذ بالله بگریزن، کاری بد انجام بده. چرا؟ یا خو از رازهای یکی دیگه آگاهی داره. اگر تو مانع میشی، مانع شدن تو سبب میشه که یا راه دیگری را انتخاب بکنه. باز در وقت نامبدی برات میاد. قوم یک دم رسوا و اطهر، خیلی پاکیزه است برای از این اردو. این اردو هم از بدکاری من نمیشه. از راه شرعی باز زندگی خدا آغاز میکنه. وجدان تو را قناعت میده قرآن. نکو همین زن و شوهر است. رازای یکی دیگه خود معلوم دار است. والله یعلم. چرا علی عقل خدا نجنگانی؟ در مسائلی که الله حکم میکنه تو مهارت نداری، تو معلومات نداری. اسرار و فلسفه هر مسئله بری تو واضح نمیشه. ریشه هر مسئله بری تو نمایان نمیشه. ریشه ها را، اسرار و فلسفه را کی میدانه؟ الله علیم میدانه. با یک موضوع والله یعلم، الله میدانه تمامی مسائل. با عبادت شما الله عالم است. با حکمی که الله فرمان میده الله عالم است که چقدر مصلحت ها دو نهفته شده. و انتم لا تعلمون، شما نمیدانه. شما خو شیطان تو را بالا کرده که ندیشه یک دفعه چی کرد که دوم دفعه بدیم. لیکن الله میگه که دی مصلحت است بگذارشه. حالی اردویشان در سر خورده پس خدا جور میکنه. والوالدات، مادرای یرضعن شیر بده اولادهن، اولاد خدا، حولین 2 سال کاملین مکمل. لمن اراد، برای کسی که اراده داره، یتم الرضاعه که او تمام کنه شیر دادن. کسی که نیت و اراده شیر دادن کامل داره 2 سال باید شیر بده. بعد از 2 سال شیر داده نمیشه. مسئله موضوع طلاق ذکر شد. الله تبارک و تعالی میگه مسئله طلاق تنها یک بعد نداره، یک جنبه نداره. طلاق جنبه های متنوع داره. یکی از جمله جنبه هایی که در اونجا کسی دیگه متضرر میشه او کیست؟ اولاد است. نشوه نزاعی فی ما بین زن و شوهر صدمه برای اولاد وارد کنه، به تربیه اولاد بکنه، به روح سالم اولاد بکنه، به دماغ سالم اولاد بکنه. ایرام در نظر بگی بسا اوقات
امو ظلم شوهر در نظر بگی خیر است، حوصله کو، لیکن اولاد در نظر بگی. بس اوقات امو کجروی و بدروزگاری زن تو حوصله کو، شوهر اولاد در نظر بگی که اولاد در کی میمانه، این به سرنوشت میشه، این حالت دماغیش خراب میشه. اولاد به مادر زندگی نمیتونه. مادر که هر قدر بد باشه بازم چی است؟ به اولاد مادر است، به اولاد مادر است. این بخشا را تو در نظر بگی. طلاق دادن گپ عادی نیست که یکی دوی سه برو بخیر. نه، اینجا بیبی که اینجا اولاد است. این اولاد نیاز داره به کی؟ به اون مادری که یارا شفقت تعلیم میده، مرحمت میکنه، کورشم جارشم برش میگه. تو زن دیگه بیاری بازی اولادی تا کورشم جارشم میگه. پدر امام یتیم باقی مانده. کسی که یتیمی سرش تیر شده و مادر شوهر گرفته و این درد میفهمه که در خانه بیگانه در پیش مادر خود بره، مادر اجازه داده نتانه که بچیم بیا که یک دفعه بوسه کنم تا. دلش آب آبیب میشه که اولادم آمده بوسه شفقت کنم، لیکن اینجا شوهر اجازه نمیده، بیگانه است، نمیگذارشه. توی دردار یاد داری یا نداری؟ در ذهنت میاد یا نمیاد که یتیم بیچاره پیش مادر خود میره، اما مادر نمیتونه حتی یک بوسه کنه. دیگه چی میگی؟ های کاش که قرآن مسلمان میخوند، سرش عمل میکرد، میفهمید، احساس و شعور در قلبش پیدا میشد که اولاد کیست، زن شوهری چیست، چه قسم زندگی شود. قرآن همینطور میگه طلاق واقع میشه، اولاد در نظر گرفته میشه، اولاد متضرر نشود. مادرها باید شیر بده. این شامل زنی که طلاق داده شده یا طلاق نداده شده، کلگی را شامل میشه. زنا یکی از حقوق اولاد بالای مادرایشان نمیسته که به اولاد خود شیر بده، در صورتی که عذر نداشته باشه یا مسئول هستن که شیر خود باید برای اولاد خود بده. مادر تنها اولاد خود شیر نمیده، مادر توسط بغل کردن اولاد خود بسیار درسای عظیم دیگر را برای از تعلیم میده، برای از عطوفت و رحمت و شفقت یاد میده، برای از غیرت یاد میده، برای از اخلاق یاد میده، برای از خوی خاصیت یاد میده. خوشا به حال او زنی که واقعا قرآن خوانده، درک میکنه که من در مورد اولاد خود چی مسئولیت دارم و چه قسم برخورد بکنم با اولاد، چه قسم روش داشته باشم، اولاد چه قسم تعلیم بکنم. از روز اول بچه خود السلام علیکم یاد بدم، یعنی که بگم که مامای تا دو بزن، کاکای تا دو بزن، تو برش بگو نعوذ بالله. کدامش؟ امروز جامعه ما چی؟ با اولاد خود چی تعلیم میده، چی تربیه میده؟ و بیچاره زن نه قرآن خوانده نه حدیث، بیچاره چوپان کلان شده، چوپان ازدواج کرده، خیر و خلاص، هیچ چیز هم درک نمیتونه. نه شفقت اولاد میفهمه که اولاد چی شفقت بکار است و نه حقش میدانه. قرآن برات میگه نه، اولاد در بغل مادر تربیه میشه، شیر باید بده. والوالدات مادرها یرضعن شیر میده اولادهن به اولاد خود حولین 2 سال کاملین مکمل، یعنی مدت شیر دادن 2 سال مکمل است، از 2 سال بعد شیر دادن نمیشه. لمن اراده، به کسی که اراده داره، یتم الرضاعه که پورا کنه شیر دادن. کسی که اراده پورا شیر دادن نداره 2 سال شیر بده، بعد از او شیر دادن نمیشه، بند میشه. بله از 2 سال کم اگر مصلحت دایی باشه که از 2 سال کم جدا کنی، بالکل جدا میتونی، و حکم عالی میگه. و علی المولود له، برای کسی که اولاد برای ازوست، نمیگه و علی الاب بالای پدر، چی میگه؟ و علی الذی ولد له، بالای کسی که برش اولاد آورده شده. اشاره به این میکنه که پدر محنتی که در نان و نفقه سریعی مادر و اولاد میکشی، به خاطر میکشی که جگرگوشی خودت است، سبا دستیاری خودت است، سبا بازوی خودت است. این تکلیف همونطور مفت نمیکشی. ای اولادت سبا هر عمل نیکی که میکنه تو شریک استی در اون عمل نیک، دعا بری تو میکنه، اولادی توست، تو باید نان و نفقه را بسیار مقاشی واز بدی. اینطور نگوی. قرآن کریم چه نکته های جالبه میگه. زن در هر وقت نفقه ضرورت داره، خدا وقتی شیر دادن اولاد نفقه خوب ضرورت داره، غذای خوب ضرورت داره. چرا؟ اولاد مادر شیر داشته باشه که اولاد خدا شیر بده،
نه گوشت برش میخری نه میوه برش میاری. هنوز الان تو کوب دیگم در نان خشک بسته کدیشه، اولاد چی تربیه از او حاصل کنه؟ چی شیر از او بیابه؟ قرآن کریم به می خاطر میگه و علی المولود له، بالای او کسی که اولاد برش هست، یعنی آینده ی اولاد بر از او تعلق داره، تکیه میکنه. رزقهن، خوراک امی زناست، و کسوتهن، کالای زناست، بالمعروف، با مو طریقی که خیلی پسندیده در شریعت است. توانایی داری، قدرت داری، کالای درست برش بکن، میوه ها بیار، گوشت بیار که شیر مادر زیاد باشه، بچهت گریان نکنه، مبتلا به سوی تغذی نشوه. امروز شوهرای ما داریم پیسه را همینطور محکم بسته کرده، سر اولاد خود مصرف نمیکنه، بازیا میخیزه سال بعد بزغاله را حلال میکنه، اولادش در 1 سال گوشتی گوه پیدا نکده، ای در آخری سال باز بره و گوسفند و بزی خودک بکشه، سردمدارا را جمع میکنه، چی دارم؟ ختم دارم. این ختم قبول میشه؟ اولاد خود در سنگ بسته کرده بودی، چشم درد پشتی چی بودن؟ گوشت. در 1 سال گوشت برش ندادی. در دیهات قصابی نیست بیادرها، در هر جای قصابی نمیشه، بیچارا میشینه در آخری سال در زمستان یک قاقی میکشن، خیر و خلاص، و گوشتم خشک میکنه، چیزشه اگر زنی خوب باشه خوب کالا میکنه، نه باشه کرم میزنه، برو خروش سرش میشینه، کلش مرض، دیگه چیز ندارن بیچارا، خیر و خلاص. میوه کجاست؟ از همون خاطر که بری دیگه اولادا مبتلا به سوی تغذی، مادرها همیشه توبرکلوز گرفته شه، در بدر و خاک بسر است. تو اولاد خوب نگاه بکن، تغذیه بکن، نان و نفقه و میوهش خوب بیار، بازو مریض میشه. مریض چرا میشه؟ من خو میگم که مردم حتی نمیفهمه طریق صدقه خود. او مرده که صدقه سری لقمه که در دهن زنت میگذاری صدقه است، برای تو اجر است. تو اونجا یارا در سنگ سیاه بسته کرده، باز اونجا سردمدارا را میمان کو، امی اهل و عیالت خواب در تکلیف کو، 1 روز میمانی بده، خیرت است من ختم دارم. این در کدام دین است؟ پیغمبر همی ختم کرده، صحابی کرده، تابعی کرده، تابعی کرده، بکش 1 سند دو ملا صاحب که توی میری خورده رایستی همی طور ختمه. به این طور آدمی غریب توصیه کو که بیادرکم ای بزغاله تا بکش به اولاد خودت، این همی ختم است، بهترین ثواب است، الله برات اجر میده. این پیسه که در برون میدی ایره در اولادت خوب لباس بگی، این پیسه که در روغن میدی خوب از بازار میوه خوب برای اولادت بیار، پایپوش خود خوب برای اولادت بیار. زن هر روز از دست میگه چرا 3 چارکه را 1 ماه نکدی، در 20 روز خلاص کردی، دب بودو بیش میبرای، لط میکنه سری روغن. این آدم با صدقه میکنه، این صدقه است؟ این میفهمد طریق زندگی اسلامی را؟ قطعا به الله قسم این طوری صدقات به نزد الله قبول نیست. حق تلفی کرده، دین پیش است یا صدقه پیش است؟ این دین است. اولاد سری تو رزق داره، قرآن میگه و علی المولود له رزقهن، خوراکشان است، و کسوتهن، لباسشان است، بالمعروف، به طریقی که پسندیده و معلوم است. ولی مردم ما چی میکنه؟ عالم میگه گپ میزنه، یقین به الله بکنه اگر بزنه میگه بانک 1 روز شکمی ما چرب میشه، حاجی صاحب در پالوی روان است، معزن است. صبحکی از مولی صاحب پرسان میکنه امروز ختم نیست، خیرت است، من زودتر کار دارم، یعنی اگر ختم است که برم شکم خدا چرب کنم. شرمت نمیه؟ خجالت نمیکشی که حق فقرا و مساکین شما خورده رایسته، از یتیما را شما خورده رایسته؟ ختم گفته، ختم برای کی میکنی؟ قرآن تو بخوان ثوابش از ما میشه؟ نماز تو بخوان ثوابش از ما میشه؟ او تو که قرآن برای 2 پیازه بخوانی ثواب داره؟ این ثواب نداره، برای من چی نمیبخشی؟ خو نیستم، بیچاره نمیفهمه مردم. جمع کو در شکم مردم پرتو، در شکم کدام مردم؟ لا تکلف نفس الا وسعها. چه قسم نان و نفقه بده؟ الله تبارک و تعالی معیار در اینجا مقرر کرده، توانمندی شوهر به کدام اندازه که وضع اقتصادیش است، توانمندی اقتصادیش است، به مو اندازه باید خرچ و مصرف هم داشته باشه. یک آدم در 1 ماه 10 دفعه گوشت گرفته میتونه، 10 دفعه گوشت بگیره. یک آدم نمیتونه، پول اقتصادش ضعیف است، 2 مرتبه 3 مرتبه به مو اندازه. لا تکلف، مکلف کرده نشده نفس، یک نفس، الا وسعها، مگر به اندازه توانمندیش. زنا میتور چی نگیره، لی نگیره که بالکل هر روز برای ما گوشت باشه، هر روز برای ما میوه باشه، نه.
حالات اقتصادی جوهری تا در نظر بگی و بعد از اون مطالبه نفقه تا بکو و مرد مکلف است که نفقه را بده. قرآن چقدر قاعده عمومی میگه لا تضار والدتون بولدها، ضرر رساندن نمیشه والدتون به مادر بولدها به سبب اولادش. ضرر رساندن به اولاد چیسته؟ دو قسم است. این زن اگر طلاق داده ای اگر نداده ای، حالی خودش شیر داره به اولاد خود شیر میده، لیکن تو بچه را از پیشش میگیری میبری، دایی دیگر را برش پیدا میکنی که ایره شیر بده. مادر کباب میشه پشت اولاد خود او تو رفته ای اولاد در دایی دیگه داده که او شیر برش بده، ضرر رساندی به مادرش. این کار باید نکنی. یک معنا. دوم، مادر آنقدر ضعیف است بیچاره که خود بالا کردن نمیتونه، مریض است. اولاد اگر شیر بده خو بیخی بیچاره دیگه از زوف میکنه، تو بازم شلستی که بده شیر بده، بچه‌ت است، بچه تو هم است، بچه ما هم است. نه، دایی برش بگی. این بیچاره ضعیف است، توانمندی نداره، قوت نداره که برای اولاد شیر بده. نه، بده دایی برش بگی که او برش شیر بده. این دو قسم ضرر رساندن برای کی هست؟ مادر به سبب ولدش. ولا مولود له بولدی، نبب کسی که اولاد برش است که پدر است بولدی به سبب ولدش ضرر برای ازوم رسانده نشوه. دو قسم ضرر برای ازوم رسانده میشه. کدام؟ خب شیر داره مادر میگه من شیر نمیدم، برو دایی برش بگی که پیسیت مصرف شوه، ضرر به شوهر میرسانی. حال یک بوله خرچ و مصرف به مردم بده. یکی یا است که ضرر بری چی شوهر به این رقم رسانده میشه که زاید نفقه را طلب داره، از توانمندی شوهر بالاست، میگه برای ما هر روز بعد گوشتی مالا بخری. چرا؟ بچه تا شیر داده رایستم؟ نه، خب بچه تو هم است. شوهر دمو معیاری که داره امو قدر مطالبه بکن. و علی الوارث مثل ذلك، اگر شوهر وفات کرده باشه، همی زن همی طفل باشه، آلی نان نفقه سری کیسته؟ سری وارث. وارث کدام است؟ کسی که اول میراث میبره، اول حق میبره اونمو. بالای کسی که انتظام اولاد میکنه که وارث است. مثل ذلك، بمثل این طریقی سابق است. یعنی مادری که شیر میده برای همی بچه همی دختر، اینمی وارثا میخیزن، نان نفقه لباس اینمی زنه تادیه میکنه میده. فاین اراد فصالا عن تراض، اگر اراده داره زن و شوهر از جدا کردن طفل خود، عن تراض که بر رضامندی هر دو باشه، منهما از هر دو طرف رضامندی موجود باشه، و تشاور به مشوره منهما، و تشاور به مشوره از هر دو طرف، فلا جناح علیهما، نیست گناه و مؤاخذه بالای هر دویش. مصلحت تقاضا میکنه 2 سال تکمیل نکرده اولاد جدا میکنه. چرا؟ به خاطری که اولاد دیگه ده شکم مادر پیدا شده، حالی او اولاد متضرر میشه. ایره که شیر میدی هم شیر ناقص است، حالی برای ازی فایده هم نداره به ولد دیگه، و هم او جنینی که در شکم هست او غذایش چی میشه؟ کم میشه. از او خاطر حالی به مشوره هر دو میتونه اولاد خود کم از 2 سالم جدا بکنه. خب مشوره باشه، یعنی گناه سرشان نیسته، الله مؤاخذه نمیکنه اگر رضامندی و مشوره از هر دو جانب باشه. چی میگه قرآن؟ چی درسا برای ما میده؟ اولاد چقدر رعایتش انسان باید بکنه، ام زن ام شوهر. حتی در جدا کردن اولاد زن مستقل نیست که از رأی خود، از فکر خود اولاد خود جدا بکنه. قطع شوهر خود مشوره بکنه که آیا اولاد جدا کنیم چطور است. حالی قابلیت ازیر داره خودش بخوره و خودش می نوشه که یک کمی تنومند شوه. شیری ما دیگه او قدر مفید برش نیسته، حالی جدا میتونه. موضوع جدا کردن اولاد هم به مشوره صورت میگیره. کارهای مهم دیگه خانه به مشوره باشه یا نباشه؟ و مردم که میگه که نه قطعا مشوره نکو، اگر کدی باز تو خلافش بکو، این گپ غلط است، قطعا غلط است. حتی در مورد اولاد جدایی شیرش هم مشوره در کار است. چی جای ازی که اسباب میخری، کسی را میمان میکنی، زندگی را پیش میکنی، دختر میدی، دختر میگیری، قطعا مکمل بعد مشوره ها باشه. و مشورش قابل قدر است. چرا؟ یک انسان یک قسم فکر داره، دیگه انسان فکرهای دیگه داره. یک موضوع برای تو معلوم نمیشه، چرا؟ فکر تو خیلی ضعیف است. خصوصا در مسائل خانوادگی زنا خیلی چی داره؟ معلومات کافی داره. قطعی سیالداری را بر ما زنا نشان میده که در خانه فلانی برو فاتحه است، در خانه فلانی برو. ما هیچ نمیفهمیم، در بیرون مصروف هستیم، خبر و آگاهی نداریم. اوست که تو را شما باور بالله بکنه از مسائل پدر و مادر، از حقوقش ما خبر نمی باشیم. زنا بر ما میگه از مادری سوال نمی کنی، مریض شده
تو هیچ پرسان نمیکنی، میری. برای من خودم میگه از والدی آگاهی نداری، فقط صبح میبرای شام میای، سوالم نمیکنی که والده مریض بودی جور بودی. یک پرسان بکن که دلش چی طور فکر میکنه که در قصه من نیست. این کلی مسائلی است که با مشوره صورت میگیره. وقتی در یک مسائل خانوادگی در جدا کردن طفل مشوره ضروری است، آیا در امور مهم دولت و حکومت مشوره ضروری نیست؟ از همون خاطر قرآن میگه مدح میکنه مسلمانان را و امرهم شورا بینهم. پیغمبری که صاحب وحی است، الله تبارک و تعالی او را ختم نمیکنه، در خطا نمیگذارشه. اگر ختم شوه بازم الله او را مامور میسازه و شاورهم فی الامر. قطعی صحابه مشوره بکن در امور کلش. امروز چرا مشوره نمیشه؟ کلان. از همون خاطر است هر ارگان، هر کمیته، هر خانواده، هر زن و شوهر که در مسائل خود مشوره داره و ناکام نمیشه، الله در او خیر و برکت هم اندازه. اینجا من مشوره است. و این اردتم ان تسترضعوا، اگر شما اراده داره که شما طلب کنی زن شیردادنی را اولادکم برای اولادیتان، فلا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما. کی؟ اذا سلمتم، وقتی که تسلیم میکنی ما امو چیزی را، امو اجرتی را آتایتم که شما میدی به مو زنا، بالمعروف، به طریق پسندیده و مشروع. اگر شما یک زنی که شیر بده به اولادتان دیگر را طلب میکنی، هم برای شما اجازه است. چرا؟ زن ضعیف است، نمیتونه که اولاد خود شیر بده، یا خیلی مصروف است، حالی یک دایی دیگر را پیدا میکنی که او برای شیر بده. بالکل است. در زمان جاهلیت پیغمبر علیه السلام همونه مادر رضاعش کیسته؟ حلیمه سعدیه رضی الله عنها. چرا؟ به خاطر که آب و هوای اطراف مکه خیلی زیاد خوشگوار بود و اونجا اولادا که تربیه میشد و خیلی تنومند می آمد، بسیار سالم، وجود سالم می داشت. از او خاطر یا اولادای خدا می دادن که چیستا در اطراف و خارج مکه برده شود. امروز هم همونطور است. کدام آب و هوا و طبیعتی که در دهات است در اینجا نیست. اونجا تنها آبش آنقدر کیفیت داره که هیچ پرسان نکن به نسبت در شهر یک دم هوای آلوده است. هر روز طفل میبینی مریض است، دچار اسهال است. لیکن در دهاتا ببینی هسپتالا و شفاخانه وجود نداره، دکتر وجود نداره. در سال یک دفعه اگر طفل او هم یک کمی بی‌توجهی مادر میباشه که مراقبت درست نمیکنه، وگرنه اونجا هیچ مریضی دیده نمیشه. علتش است که همه چیزا طبیعی است، اونجا همه چیزا نرمال است، با وجود خیلی چی داره؟ فایده داره. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، تمامی امور مطابق حکم الله پیش ببره. و علمو، بدانه ان الله، که یقینا الله تبارک و تعالی یقین کنه، بما تعملون بصیر، به تمام کردارایتان الله بیناست. کل حرکات زندگیتان الله مراقبت میکنه، میبینه. اگر معامله نیک میکنه، چقدر روش نیک میکنه. زن عالی حامله، زن عالی اولاد شیر میده، تو قطعش در کارا کمک میکنی، ایره رشد میدی، ایره قطعشی همکاری میکنی، الله میبینه، الله مکمل میبینه. یا نه که من مرد هستم عالی، زن اگر هر قدر تکلیف و مریضم باشه جام آب تو طلب میکنی که بیار، و برادر این خواب است، از خواب میخیشه. خیر سالی تو مرد هستی، چیزیت کم میشه. این زندگی دین است. زندگی دینه نمیتونه زندگی را نشان میده. نه که من مرد هستم دیگه بس خلاص، زن هر چیزا برای ما بکنه، اگر میموره اگر زنده میشه. والذین یتوفون منکم، قدر مدت تیر کنه، چقدر عدت داره، سوگواریش چقدر است. والذین یتوفون، و کسانی که وفات کرده میشه، منکم از شما، یعنی از دنیا رحلت میکنه. و یذرون، میگذاره، ازواجا زنای خدا، یتربصن، انتظار بکشه می زنا، بانفسهن، بالای نفسای خود، یعنی نکاح نکنه، از این خانه نبرایه. 4 اشهر، 4 ماه و 10 در روز، 4 ماه و 10 روز تیر کنه. بعد از او باز میتونه امرای کسی دیگه نکاح بکنه. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که رسیدن به میعاد خودشان، یعنی وقتی تیر شدن عدتشان رسید که 4 ماه و 10 روز است، فلا جناح علیکم، نیست گناه مؤاخذه بالای شما، فیما فعلن، دو کارایی که انجام میده زنا، همین زنی که شوهرش وفات کرده، فی انفسهن، در مورد نفسای خود، اگر زینت میکنه، اگر کالا را میپوشه، بالمعروفی که موافق شریعت باشه، پسندیده باشه، یا معتاد در بین مردم باشه. والله بما تعملون خبیر، الله به تمام کردارتان خوب آگاسته. که قطعی زنی که شوهرش وفات کرده، ظلم کرده، زدن کرده، چطور کرده، یا ایره موافق شریعت خدمتش کرده، در این عدت وقت خدا سپری کرد در خانه شما. زمانی که
شوهر یک زن وفات میکنه، اینجا مراد از زن غیر حامل است. زن حامله عدت وفات شوهرش نمیسته، عدت وفات و عدت طلاق، فقط وضع حمل است. اما اولادش که پیدا میشه عدت تکمیل میشه. اما زنانی که حامله نیسته عدت وفات 4 ماه و 10 روز است. 4 ماه و 10 روز چرا است؟ اصلا در 3 ماه اگر بچه باشه در 3 ماه حرکت میکنه، اگر دختر باشه در 4 ماه حرکت میکنه. دیگه 10 روز به خاطر عزیزته که خوب اطمینان پیدا شوه که نمی زن در شکمش اولاد است، چون که اولاد از شوهر سابقش می باشه که وفات کرده، در نسب اختلاط پیدا نشوه. از او خاطر اینقدر مدت باید زن انتظار بکشه که معلوم شوه که از شوهر اول اولاد باقی است در شکم یا نیست. 4 ماه و 10 روزه الله به این خاطر مقرر کرده. عالی وقتی که نمی زن 4 ماه و 10 روزه سوگواری میکنه یا ترک نکاح میکنه. همچنین احداد یک چیز میگه در شریعت اسلامی. پیغمبر علیه السلام میگه کدام زنی که ایمان به الله به روز آخرت داره باید ترک زینت بکنه بالای مرگ شوهرش 4 ماه و چند روز 10 روز. این به او زنی است که شوهرش وفات کرده. در این 4 ماه و 10 روزی در خانه دیگه نمیره، در خانه همی شوهر زندگی را تیر میکنه، اما اتاق جدا با ایورا با یک گپا یک جا نمی باشه. این کالای زیبا و زینت نمیکنه به خاطر که یک نوع نعمت از دست داده. شوهر نعمت بزرگ بود، شریک زندگیش بود، این از دست داده، باید اینمی قدر غمزاری را ای تیر بکنه. از یک طرف مسئله نسب معلوم میشه، از طرف دیگه به مردم بی حیا معلوم نمیشه که زن این قدر نعوذ بالله بی حیا بود، اونجا مرده شوهرش تا آلی رقمش سرد نشده و ای در دنبال شوهر دیگه است. نعوذ بالله مردم بازی را طعنه و بدنام میسازه که تو سیکو ای چقدر تشنه و گشنه بود. ایگه پارا میزنه. الله تبارک و تعالی در هر حکم مصلحت های عظیمه گذاشته. آیا سوال در این وارد میشه که چرا شوهر خیر اینقدر مدت گزاره نمیکنه که باید مثل که زن 4 ماه و 10 روز؟ شوهر خو به خاطر که اینجا زن اولاد شوهر در شکمش موجود بود، از او خاطر ای باید انتظار بکشه که به خاطر نسب اختلاط پیدا نشوه. اگه این نکاح میکرد زودی کرده شده میتونست که اولاد از شوهر سابقش می بود، او ثابت میشد به شوهر دومی. از او خاطر و در اینجا باز نعوذ بالله در بین امی دو شوهر در بین اولادایش نکاح می آمد، نکاح قطع برادر و خواهر خود میشد، اختلاط نسب میاد. از او خاطر این حکمت است که زن بعدی مقدار تیر کنه. یکی دوم، زن وقتی وفات میکنه شوهرش میتونه در این خانه زندگی بکنه، اولادم مراقبت میتونه، هم گپا چرا نان و هم گپای خانه را خود میتونه انجام بده. اما شوهر وقتی زن از دست بده خصوصا اولادم باقی مانده باشه، یک روز سرش قیامت تیر میشه. نان و امی چیسته پرستاری خانه را ایره نمیتونه. از امو خاطر است که حکمت است که شوهر ولو که زنش امروز وفات کرده صبا قط یک زن دیگه نکاح میکنه، این درست است. چرا؟ منظور اینجا آبادی خانه است، تربیت خانه است، انتظام خانه است. انتظام خانه توسط ازی برابر میشه و اینجا کدام اختلاط نسب و گپا نمیاد. از او خاطر زن اونجا 4 ماه و 10 روز انتظار بکشه. این 4 ماه و 10 روز فقط در مرگ شوهر است، نه در مرگ قریبی خود. از امو خاطر است که ام حبیبه رضی الله عنها مادر مؤمنات دختر ابی سفیان است. و وقتی که پدرش ابو سفیان وفات کرد 3 روز بعدش در حالی که عادت سرمه کردن چشمه نداشت چشمه خود سرمه کرد. کسی از پیش سوال کرد که ام حبیبه تو خو عادت نداشتی چشما را همیشه سرمه کنی، امروز چرا سرمه کردی؟ گفت به خاطر سرمه کردم که از پیغمبر علیه السلام شنیدم که کس که غیر برای هیچ زن جایز نیست که بغیر از شوهر خود سر کسی دیگر زاید از 3 روز سوگواری بکنه یا غمزاری بکنه. تا 3 روز غمزاری میکنه یعنی ترک زینت توی گپا، اما بعد از او باز نمیکنه. من به خاطر چشما را سرمه کردم که کس نگویه که به خاطر مرگ پدری خود این چشمای خود چی نمیکنه، سرمه نمیکنه. از این خاطر ببین ازواج مطهرات چقدر پابند حکم شریعت است. حتی در جایی که توهم میشه که مردم شاید امیطور نسبت برش بکنه، برای دفع امی توهم هم یا عمل به سنت رسول الله میکنه، به خاطر که مردم نگویه که این چی چشم سرمه نکردن به خاطر مرگ پدر است. امروز که میبینیم در معاشره خود ما شوهر که وفات میکنه خصوصا زن جوان اول اقاربش پدرش میره،
از دستی که زیاد سرخ آمده 7 لک روپه و 6 لک روپه را از او گرفته، آلی تلاش میکنه که 7 لک دیگه هم نقد شد. از امو خاطر دختری خدا آنه بانه کرده چی میگه؟ آلی محرمی جا نداره، آلی این طور است، آلی اون طور است، ایره من در خانه خود میبرم. ایره خلاف شریعت میکنه. چرا در شریعت 4 ماه و 10 روز غمزاری و سوگواری را امی زن در اونجا بکنه. اگر تو میگی که این محرم نداره، چرا آلی امی طفلی که در شکمش است این محرمش است؟ یالی اینمی رابطه را قطعی اینمی خانواده قایم کرده، بری تو جایز نیست که را ببری. بله اتاقی علایده برش بکار است، نان و نفقه و همه گپایش سرمی وارثی نشسته، بردن قطعا حرام است، نادرست است تا که وجه شرعی موجود نباشه. بله اگر احساس خوف و خطر پیدا شد، باز اونجا پدر میتونه عذر شرعی پیدا میشه، برده میتونه. خب بازم زن در خانه پدر نه چشمار از سرمه میتونه، نه کالای خوب پوشیده میتونه، نه آلی او طور گپا نیست. دین روز شوهرش وفات کرده، صبح توی بچه کاکایش است در هتلا رقص کرده رویسته، کالای جدیده. این در دین حرام است، این گپا غلط است، نادرست است، نکوی کارا را. امروز برخلاف برعکس حکم اسلام دخترها را وقت میبره، لیکن همشیره ها چی میکنه؟ مادرها چی میکنه؟ اولادش وفات کرده، بیادرش وفات کرده، 3 روز خود چی میکنی؟ 1 سال تیر شده خو عید نه آمده در بین، حالی که عید میایه این زن نه کالا به خود میکنه، نه لاکت میندازه، نه دستخی نمیکنه. چرا؟ والا 1 سال پیش بیادرم وفات کرده، 1 سال پیش بچه‌م وفات کرده، خلاف شریعت عمل میکنی، گناهگار میشی. غمزاری فقط تا 3 روزه بود، بعد از او غمزاری قطعا نیست. تو به فیصله الله باید تسلیم باشی. این مرگ و زندگی در اختیار کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از او خاطر خواهرها را توصیه میکنیم که کسی که پیش برادر و یکی از اقاربش وفات کرده غیر از شوهر، حالی که عید میایه او دستار خینه نمیکنه و چشمار سرمه نمیکنه، کالا نمیپوشه، چرا؟ ما بیادرم 6 ماه پیش بیادرم وفات کرده بود. این گپا غلط است، نادرست است و عوام هم می کار میکنه. اول دمی خانه مرددار جمع داخل شده و برادر تعزیت فقط تا 3 روزه بود برای کسی که حاضر باشه، 1 برای کسی که غایب است، هر وقت قیامت میتونه 1 آدم تعزیت بکنه، اما با کسی دیگه تعزیت ها نیست. شما امی روزی خوشی ایده سر از او روزی غم جور میکنه، اما غم تازه میکنه، خلاف دین عمل میکنه. خلاف دین عمل نکنه. بس مسائل بود از تعزیت تا 3 روزه بود، بعد از او دیگه گپا نیست. حتی بعد از 3 روز امی خود خانواده مرده‌دار هم به خاطر از اینکه ما مرده شده نمیرم در کار در دکانی، غلط گپ است. در روز 3 بعد تو در دکانی حاضر باشی، در معلمی حاضر باشی، در کاری حاضر باشی. مرگ و زندگی این لازمه زندگی ما و شماست. الله تبارک و تعالی را مقرر کرده و ما به سر و چشم چی داریم؟ قبول داریم. ما از فرمان الله بیرون نمیشیم. قرآن کریم در اینجا بعد این حالت عدت که تکمیل شود تا عدت خو زنا می باشه، بعد از خلاص شدن عدت زنا که در نفس خود چیزی میکنه، دستخی نمیکنه، کالا میپوشه، اما خلاف شرع کار نمیکنه، در حدود شرع زیب و زینت میکنه به خاطر که شوهر دیگه ای را به نکاح بگیره، بالکل برش جایز است، کسی را مانع شده نمیتونه. اما در رواج افغانای ما چطور است؟ دختر رفته در خانه پدر، خو وقتی که او را ببینه که کالای خوب پوشیده، از اینجا طعنه را روان میکنه، نمیمانه که او قطعی کسی دیگه نکاح بکنه. و برادر اینی عدت بود، تکمیل شد، حکم شریعت در سر رسید، آلی دلش که در هر جای نکاح میکنه. بعضی خو قیدا میمانه. قیدا چطور میمانه؟ تو خو میری، خو لیکن یک توصیه برات میکنم که فلانی خاندان شوهر نگیری. و برادر در فلانی خاندان شده میتونه مرد متدین و دیندار باشه، او تو مرا مکلف میسازی که اونجا شوهر نگی. این شرطا و قیدا را شما از جان خود کشیده. در دین اسلام شرطا و قیدا نیست. فلا تعضلوهن، منع نکنی زنا را در آن چیزی که یا خوش میکنه و مناسب شوهر پیدا میکنه نکاح بکنه. والله بما تعملون خبیر. در این اسنا کدام معامله که امرای همی زن شما میکنه الله مکمل خبردار است. آیا شما معامله ظلم میکنه یا موافق شریعت قطعی زن عمل میکنه، نان نفقیش خوب درست میده، امی قدر وقت در اینجا نگاه میکنه، کلش الله میدانه. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء. در حالت عدت 3 چیز ممنوع است، 2 چیز جایز. 3 چیزی ممنوع کدام است؟ وقتی که یک زن در عدت باشه، اول وقتی که خواستگاری میکنی خواستگاری صریحی نکنی. زن که در عدت است نگویی که باز تو را من میگیرم،
تو خود در نکاح ما بده، صراحتا خواستگاری نمیکنی. یک دوم نکاح نمیکنی، یا حرام است در حالت عدت. اگر کسی در عدت نکاح بکنه زناست، نعوذ بالله، ایشو مرده میشه. اما الله رحم بکنه، مجاهدین ما آنقدر جاهل بود، قماندان آمد، زنی که عدتش تیر نشده بود، اول پدری مرا اینمی طور برش گفت که بسته کنی کاره. پدری ما را الله جرأت بده، الحمدلله، در حالی که 2 نفر خوب سوتکوی کرده بود اونجا بسته کرده بود، از دستی که به زور نکاح بسته کردن. وقتی که دختر کاکا و پدر خود دید که لط میخوره، اول خود قبول نداشت. یک مردی خیلی پیره که در راه گشته نمیتونست، دختری جوانه، ای دختر جوان چیغ میزد که قبول دارم، به خاطر که پدر و کاکا را میدید که چی لط میخوره. وقتی که نکاح را میگه بسته کمولا، گفت ما بسته نمیکنم. گفت قطعی از او مشوره کو. گرنوفا میگفت قطعی از او مشوره کو که بسته نمیکنی. پدر ما برش گفت که گرنوف است که قطعی تبر گوشتی مرا اینی قدر بکنی، ما بسته نمیکنم. این در دین نارواسته. ملا صاحبی جانانه دیگه در پالو بود، برای از او که پیش کرد، الحمدلله الذی، لعنت الله سرت نمیشه. همین مقاومت که عالم میکنه تو هم بکو. ما اینطور مجاهدین داشتیم، خوب اینطور مجاهدین داشتیم. به هزارا زن دمی دوران بزور نکاح کرده یا نکرده؟ بزوری سوٹا نکاح کرده، برای خود زن جور کرده، عنوانای مختلف برای خود پیدا کرد که شوهرش کمونیست است، الا نکاح کنه، زن شیدا را نکاح میکردن. ما چطور مجاهد باشه؟ مجاهد کیست؟ عجیب مجاهد، پیغمبر یک مجاهده که تنها گردنبندش تو را بدون تقسیم غنیمت دزدی کرده، پیغمبر میگه در جهنم است. دین اسلام خیلی طور نیست که هر کس تفنگش کرد، وحی از آسمان آورد، معاف شد، در جنت داخل شد. امروز ببینه هر کس شهید، هر کس چی کارا کرده چی کارا نکرده، هر کس نامی پاک مجاهد سری هر کس گرفته نمیشه، نامی پاک شهید سری هر کس مانده نمیشه. امروز قطعی قواهای دشمن در مقابل دین می جنگه، باز میای خانوادهش بیرقا را در سر قبرش بالا میکنه. تو یک دفعه عقیده به دین داری یا نه؟ تو را شهید میگی. کلمه پاک شهید ده همچو مردم مانده رایستی. کلمه شهیدی طور نیست که سر هر کس آلوده و نالوده مانده شوه. با تاسف در وطن ما این جنجالا و این گپا زیاد بود. چرا زیاد بود؟ او آدم در عمر قرآن نشونیده بود، در عمر می آیت نشونیده بود که حقوق چی رقم است، اسلام چی رقم است. او میگفت چی میگفت؟ این مردکه ضرورت داره برادر، یک زمینه که آدم او بده چقدر ثواب داره، یک زمینه که او بده چقدر ثواب داره. اینا میگه دلایل عقلی خود ساخته، نعوذ بالله، در برابر چی؟ احکام الله. کلش اینا میتون روان بودن، سوتکوی کرده. این دین نیست، دین برای خود حدود داره دین، ایتو نیست. نکاح را بسته کرد. خود قرآن میگه ولا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، فیما در او الفاظی که عرضتم، شما به طور اشاره ذکر میکنه، به طور تعریض بهی به او الفاظ. چی چیز است همون الفاظ؟ من خطبت النساء، از خواستگاری یا پیغامی زنا. به زنا پیغام میده در حالت عدت، لیکن صراحتا نه، کنایی. آمده ای در پیش زنی بیوه نشسته ای، خانه من ویران است، خیلی یک زنی شرافتمند، انشالله ما در صدد و در تلاشی طور یک زنی هستم که او نمیتونه اوصاف داشته باشه. در گوشش زدی که اوصاف خود تو موجود است، یعنی ما اراده نکاح تو را دارم که کسی دیگه از ما پیش دستی نکنه. خود صراحتا نمیخوایی که خود عدتت که پوره شد باز قطعا نکاح بکن، اینطوری نگو. یکی او اکننتم فی انفسکم، و همچنان گناه نیست اگر شما میپوشانی پوشیده نگاه میکنه قصد نکاح را فی انفسکم، در نفسایتان قصد نکاح را قطعی زن داره، ای پروا نداره. دو چیز روا شد در می حالت عدت، به طریق کنایی او را گوش زد دادن، او را آگاه کردن، ای هم پروا نداره. و یکی در دل قصد و اراده نکاح را داری، ای هم پروا نداره. علم الله، معلوم کرد الله، انکم که یقینا شما ستذکرونهن، زود است که یادآوری کنه بری زنا، یعنی یادآوری عقد نکاح را بکنه که ما اراده نکاح را قطعی تو داریم. الله چی میگه؟ ولکن لا تواعدوهن سرا، پټ وعده نکنی.
یکی پٹ وعده نکنه که در بین خود پسپسک کنه و بگوی که ما تو باز جور میم. این گپا نکنه. یک الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر که شما سخن پسندیده و موافق شریعت بگویی. سخن پسندیده و موافق شریعت کدام بود؟ به طریق کنایی بود. به طریق چی بود؟ پس صراحتا خواستگاری نکنه. یکی پٹ وعده نکنه. یکی خواستگاری صریحی نکنه. دو ولا تعزموا، شما قصد نکنه عقدتا نکاح، عقد نکاح را دمی حالت عدت. سه چیز ناروا شد: عقد نکاح، صراحتا خواستگاری و پٹ وعده کردن. این سه ناروا. دو چیز روا شد: یکی در دل قصد نکاح کردن، یکی به طریق کنایی او را در گوش خبر کردن. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا که برسه کتاب یعنی میعاد امیم عدت اجله، دمو نهایت خود، دمو تاریخ خود. تاریخش کدام است؟ که 4 ماه و چند روز است؟ 10 روز. وعلموا، بدانی ان الله یعلم، که یقینا الله میدانه ما آن چیزی که او اراده و عقیده و تصمیم فی انفسکم که در نفسایتان است. فاحذروا، خودداری کنه که امر غلط و خلاف از پیشتان نشوه، که صراحتا بزن بگوی تو را نکاح میکنم، یا عقد نکاح بکنه، یا نعوذ بالله چی بکنه؟ پت پس پسک بکنه. وعلموا، بدانی ان الله یقینا الله تبارک و تعالی غفور مهربان ذات است، که یک راه را براتان اعلان گذاشت. چرا اعلان گذاشت؟ اگر به طریق کنایی برش میگفتی من نبود، اگر در دل قصد داشتی من نبود. حلیم، بردبار است، زود انتقام نمیگیره کسی که خطا شوه، بلکه موقع برش میده که انسان تلافی کاری خدا بکنه، استغفار طلب بکنه، توبه بکنه. لا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما. ان طلقتم النساء، اگر شما طلاق میده زنا را، ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضه، تا وقتی که شما قطعش هم بستر نشده و یا مقرر نکرده لهن، برای زنا فریضتا مهر. اگر نکردیم مقرر مهر و تالی را هم بستر هم نشده طلاق میده، گناه نیست. یعنی طلاق مثل که بعد از هم بستری و بعد از عقد نکاح صورت میگیره، بعد از اینکه مهر مقرر شده، درست است، بنابر ضرورت شریعت اجازه داده. وقتی که در زندگی تلخی پیدا میشه و اردو توانمندی ادای حقوق نداره، در اونجا شریعت اجازه میده که طلاق واقع شوه. قبل از یم میتونی که طلاق بدی. دختر طلب کردی، پس آن بری تو عیبا معلوم شد که یک آدم دوستی دامد همسایش برات میگه که او را خواستگاری کردی. الله اکبر، او را خواستگاری نکو. چرا؟ به خاطری که نه نماز میخوانه، شراب میخوره، در کوچه ها میگرده، او زنی نیست که عفت داشته باشه. حالی میتونی تالی را مهر مقرر نشده، هم بستری نشده، در خانه نورده طلاق داده میتونی. قرآن کریم میگه که بالکل طلاق داده میتونی. یک لحاظ یا یک وجه از وجوب برش پیدا شده، تو میتونی. چرا؟ شریعت بری توی اختیار داده، بالکل طلاق داده میتونی. خب بله، امی مجرد خواستگاری چه چیز سری تو لازم میگردانه؟ عالی، اگر یک زن تو طلاق میدی، مهر مقرر شده بود، این دو قسم است. زن یا آورده در خانه آورده هم بستری کرده یا نکرده. اگر کرده کلی مهر سرت واجب است. چرا؟ مهر مقرر کرده بودی. ولو که یک روز یک ساعت نگاه کرده پس اعلان کرده، هر قدر مهر که تعیین کرده مهر حقش هست از پیشت میگیره. در کابل خو مردم اویلیا را در خط نکاح میپرته، باز روزی که گپ بیا ایران میمانه که حالی چی کنم، چند بالا که اینجا بند کده میباشه که نه 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 نگوده. در وقت عقد نکاح در مهر خوب فکر بکنه، مهر صحیح بگیره. آن چیزی که حق دختر است یقینا به دختر میرسه، امو مهر بگیره. اینطور نعوذ بالله خیال پردازی نکنی که امو یک اتاق در مهر سنوهایتان گرفتی و کارا را نکنی. شما اونجا در نزد الله رفته نیسته. از امو خاطر باز دیگر روز امی حق پرداخته نمیتونی و از پیشتان میبره. کدام چیزی که برای زن در مهر نوشته شد، بعد از عقد نکاح که هم بستری صورت گرفت، کلی مهر حقش است میبره از پیشت. تو گریان کنی یا خنده کنی. اگر نیک هم بستری نشده باشه، مهر مقرر است، نصف مهر میبره. هیچ هم بستری نشده، عقد نکاح صورت گرفته، نصف مهر میگیره. اگر نیکی مهر مقرر نکده، باز یا هم بستری شده یا نشده. اگر هم بستری شده باشه مهر مقرر نباشه، مهر مثل لازم میشه. با مثل همی دختر از خاندانش که کدام دختر جوان توی شده، چقدر مهرش که هست، همون قدر مهر سری تو میشه، تو مجبور هستی که بپردازی. اگر نه که مهر هم بستری نشده باشه، مهرم مقرر نشده، اینجا سری تو لازم است یک جور کالا.
شریعت اسلامی این تحدید نکرده، به توانمندی تو وادار ساخته که تو چقدر توانمندی داری و چی چیز به حیث توفه به زن بدی. اینمی را متعه یاد میکنه در شریعت اسلامی. این متعه به می طور زن چی است؟ واجب است. همین زنی که طلاق داده قبل از بستری، این متعه دادن برش واجب است. اما مطلق زن که طلاق داده میشه، تو یک جور کالا و گپا در آخر برش میدی، مستحب است. در دیگه زنای کم طلاق میدی، این مستحب است. چرا؟ اسلام نه تنها که در عقد نکاح همه احترامات و حیثیت های متقابل در نظر میگیره، در حالت جدایی هم شیوه اخلاقی و اسلامی باید موجود باشه. صحیح است که زن حالی طلاق میدی، اما یک مدت عمر نگاه کرده بودی، لباست بود، او تو لباسی از او بودی، از او خاطر در وقت جدایی هم باید اینطور یک احساسی نفرت از تو نداشته باشه. اونجا هم از اخلاق اسلامی کار بگی، بسیار با کلمات محترم همین قدر بگو که ما تو زندگی نمیتونیم، از او خاطر دیگه طلاق دادم، چون حقوق پرداخته نمیتونیم، بازم عزتمندی از او را نگاه کو، جوری کالا را برش بده. اما این اخلاق اسلامی را حالی کسی یاد داره؟ جار و جنجال برآمده، رئیس محکمه ها میده و میگه محرم است، در مهر گرفته و میگه نه در مهر دیگه چیز دادم، دعواها شروع میشه، قسم ها خورده میشه، شاهدات تیر میشه، هزار قسم گمراهی ها در این صورت میگیره، هیچ آخرت در یادشان نمی باشه که الله قطعشان محاسبه میکنه. این خب کلش به الله معلوم است. لا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، این طلقتم النساء، اگر شما طلاق میدید زنا را، ما لم تمسوهن، تا وقتی که شما هم بستری نکرده باشه به امرای زنا، او تفردو لهن، یا تا وقتی که شما مقرر نکرده باشه لهن برای زنا، فریضة مهر، و متعوهن، اینطور زنایی که محرم مقرر نکرده هم بستری هم صورت نگرفته، و متعوهن، فایده برسانه به دادن چیز، یک تحفه برای زنا. این دادن چیز واجب است. چرا؟ این زنی است که مهرش مقرر نشده. چقدر بده؟ علی الموسع، بالای کسی که توانمند است، توانگر است، قدره، به اندازه قدرتش، و علی المقتر، بالای آدمی تنگ دست، قدره، به اندازه همو تنگ دستیش. هر قدر که توانمندی داره همو قدر باید جوری لباس و گپا را بر زن بده. حقا علی المحسنین متاعا بالمعروف، این نفع دادن یا تحفه دادن است به طریقی که پسندیده باشه، مطابق عرف و عادت باشه، که مردم طعنه نده که سیکو طلاقم داد تا ایج احترام تو را نکد. حقا علی المحسنین، اصابت است بالای کسایی که مردمای معامله داری نیک است. کسی که نیک معامله میکنه اینمی قسم میکنه که بر علاوه که طلاقم میده بازم احسان میکنه، بازم از اخلاق اسلامی کار میگیره. و این طلقتموهن، اگر شما طلاق میدید تر زنا را، من قبل ان تمسوهن، پیش از اینکه هم بستری کرده باشه همراه زنا، و قد فرضتم، او در حالی که شما مقرر کرده باشه لهن، برای تر زنا، فریضة مهر، فنصف ما فرضتم، پس لازم است بالای شما نیمی اونمو مهری که فرضتم شما مقرر کرده بوده، الا یعفون، مگر که عفو بکنه، همین نصفی چی را؟ مهر همی زن تالی را ندادد بودی، آلی سری تو واجب بود که طلاق داده زنه، نصف مرا باید برش بدی. زن میخیزه میگه نه، چون که قطمه یک تنها خواستگاری و عقد نکاح شده در خانهت نامدیم، تیر زمی مهر عفو میکنه، با سرت نیسته. یک او یعفو الذی، یا عفو میکنه الذی، و کسی که بیدهی در اختیارش عقدت النکاح، فیصله نکاح است، عقد نکاح که در اختیارش است، او عفو میکنه. او کی عفو میتونه؟ در وقت عقد نکاح مکمل مهر به زن داده، تالی را در خانه ناورده، طلاق واقع شد، آلی امو زن بعد نصف مهر بری تو چی کنه؟ پس بپردازه. لیکن تو میگی نه برو، امو نصف مهر دیگه هم از تو باشه. در این صورت باز یکی بالای دیگه دادن و پرداختن نیسته. چرا؟ عفو صورت گرفت. او قرآن دی دعوت هم میده، و ان تعفو اقرب للتقوی، اگر تو عفو میکنی ای شوهر یا ای زن، یعنی حقوقتان که به دیگه عفو میکنه، خیلی نزدیک است به تقوا. از اسبابی که توسطش تقوا پیدا میشه یک کمی نمیسته. انسان باید بسیار دوراندیش باشه، از تاوان مادیات خود تیر شوه. دلی کسی را که به دست میاری اینطور نمیشه که تو بد اخلاقی بکنی، مالشه به عنوانای مختلف بگیری. نه، تو درگذر بکو که ثابت شوه که یقینا تو شخصی ورزیده بودی، موزون بودی، که اونجا با زن بگویه که اوه اینطور شخص ما، اینطور شخص ما نمیگرفتم، چقدر آدمی موزون بود و سنگین بود. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنه احسانه که در بین شما است. هر کدامتان عزتیه که دیگر در نظر بگیره، خصوصا که
بعد از عقد نکاح هم بستریام شده باشه، چقدر محبت در بینتان پیدا شده بود، اما حالات در نظر بگیری. یک قاعده است که انسان باید در تمام امور زندگی با هر فردی که معامله داشته باشی همین گپ یاد داشته باشی. تاسف است ما اگر اینمی قاعده را قطع خود بگیریم هیچ وقت قطع مردم مخالفت ما پیدا نمیشه، بدبینی و دلبدی ما پیدا نمیشه. چرا؟ یک دوستی تا تنها یک نقطهش همیشه در نظر نگی که در یک مورد یا احترام تو را نکده، یا گپی تو را قبول نکده، یا خواسته تو را برآورده نساخته، تو حالی دیگه جنگیستی. نه، امی یک بدی از را در مقابل 99 نیکی دیگه مقایسه بکو. امی دوستت در 99 حادثه گپی تپذیرفته، در 99 معامله قطعی تو همکاری و کمک کرده، در یک معامله نکرده. حالی تو کلی امون 99 معامله را قطعی یک معامله برابر نمیکنی، کلی از او را توسط یک معامله بدی میشوی. نه اینطور نکن. ولا تنسوا الفضل، اما احسانی که در بین شماست او را فراموش نکنه، اما سابقه در نظر بگیره. مردم کدام بدی و دلبدی که پیدا میشه در مقابل امو دوستی که سابق داشته، این را باید هیچ نادیده بگیره. هیچ نگویی که برای ما بد گفته یا گپی مرا قبول نکده، نه بگویی که 99 را قبول کرده خیر است، یکی را ناقبول. اینمی قسم زن و شوهری هم معاملهش است. حتی بعد از طلاق هم امی گپ در بین خود باید داشته باشیم. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا الله تبارک و تعالی به آن چیزی که شما انجام میده بصیر بیناست. اگه احسان میکنی، عفو میکنی، الله مکمل میبینه، هیچ وقت اجرتان ضایع نمیکنه، حالات تو را میبینه. انسان که نیکی میکنه اینطور نگویه که والا او خبر میشه یا نمیشه، یا او احترام متقابل برم داره یا نداره. تو برای الله بکو، پیش الله گم نیسته. از او خاطر هر معامله را به الله آدم بسپاره. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، نگهبانی بکنه نمازها را، کل نمازها را خوب حفاظتش بکنه. و الصلاة الوسطى، خصوصا نماز درمیانه. و قوم استاد شوی لله، برای الله تبارک و تعالی. قانتین بعد بکامل، قانتین در حالی که خاشعین باشه، ترس الله شما را فرا گرفته باشه که هیچ نوع معامله خلاف سنت در نماز از پیشتان صادر نشوه. در بین مسائل طلاق چرا مسئله نماز الله ذکر میکنه؟ دو وجه است. یک وجه است ای مسلمانا، اگرچه شما مصروف خیلی جنجال و کارا می باشه، لیکن فریضه الله و حق الله را فراموش نکنه. بله، همین قسم که شما انتظام حق بنده را داره، حق الله را انتظامش داشته باشه. انسان که دوچار مسئله خانوادگی شوه بسیار پریشان می باشه. بس اوقات نماز از یاد آدم میره. چرا گیج می باشی بخی؟ موضوع خانوادگی بسیار پیچیده است. از همون خاطر در ازدواج بسیار قدم خیلی زیرکانه باید بگذاری. چرا که باز جدایی انسان آنقدر پریشان میسازه که هیچ پرسان نکن. همین زن که از پیش طلاق میشه، 1000 وسوسه را شیطان در دلت میندازه. حالی مردم چی برات میگه؟ آیا زن دیگه برات پیدا میشه یا نمیشه؟ برای زن همین قسم وسوسه ها پیدا میشه، بسیار چرت انسان خراب میشه. از او خاطر الله میگه با وصفی که چرتتان خراب است، خو حق الله را فراموش نکنه. نمازها را حفاظت تو پابندیش بکنه، نماز از پیشتان قضا نشه. از او خاطر الله میگه یک موضوع است. دوم موضوع، انسان که دچار مشکل میشه، چه راه وجود داره که همین مشکل حل شود، پریشانی از بین بره؟ هیچ راه دیگری نیست بجز از نماز. پیغمبر علیه السلام هر مشکلی که برایش پیش میشد چی میکرد؟ میخیست برای نماز. انسان که دچار کدام مشکل میشه، زندگیت خراب میشه، شوهرت لطکوب میکنه، تا اقتصادت ضعیف میشه، مریضی زیاد میشه، کارت برابر نمیشه، در یک جای در امتحان ناکام میشی، گپایت خراب میشه، تو باید رابطه تباکی قایم کنی، مایوس نشوی. انسان در سرحدی نرسه که برو دیگه این گپم نشد برو خلاص شد. فلانی دختر طلب میکردم، وای وای او را طلب کرد دیگه کس گرفت، بس دیگه حالی تو بیشی گریان کده برو. نه، گریان نکو، حالی تصمیم دیگه بگی، اسباب دیگر اختیار بکو، از الله ناامید نشو. در امتحان ناکام شدم، وای وای در طب کامیاب نشدم دیگه نمیخوانم. نه، خیر است. الله شاید خیر در یک مسلک دیگه برات، در انجینیری انداخته باشه، در شرعیات انداخته باشه. انسان نیست که یک موقف حتما محکم میگیره، میگه که دمی رسیدم اگه نرسیدم دیگه در بدر شدم. نه، قدمی نیکه که در هر موقف بمانی. دکتر شدی اما نعوذ بالله
تو معاینه داری، دکترای هستی که نه نماز میخوانی، تمام روز نعوذ بالله کارای غلط کرده رایستی، چی به دردت میخوره؟ اما دهقان هستی خو نیت خوب داری، اراده خوب داری، دانه را کشت کرده رایستی، گندما را پرنده ها از پیشش میخوره، بری تو ثواب میرسه، مرچه ها از پیشش میبره، بری تو ثواب میرسه. انسان خیر خود نمیدانه. بسا مردم دخترها و بچه ها خودکشی میکنه. چرا؟ دختری فلانی برم نشد، بچه فلانی برم نشد. چرا خودکشی؟ مرد کلی مرد هسته، یک مرد خو نیست. دخترها کلش دختر هست، یک دختر خو نیست. چرا خدا در حد نهایت میرسی خودکشی میکنه؟ شاید الله خیر دینمی میبود، قطعی از او میبودی امو آدم تو را میزد میکشته، امو آدم غلط کار قطعت میکرد. بس اوقات همیطور شده. قدرت الله کسی که از اول خیر فرفته کدام بچه از دختر، دختر از بچه شده، در نهایت امر امو اردو باز با هم چی شده؟ بیا برسوام شده، الا کدشه. در اول گریخت قطعی امو بچه و در انتها بگوی دختر الا کرده، بدنام کرده، لد کرده، کوب کرده، یا آخرشان قتل کرده. هیچ کی نباشه همیطور برش گفته که تو اگر دختر می بودی قطعا نمی آمدی. همیطور برش میگه. نه، انسان فرفته کسی نباشه. انسان طلب چی را میکنه؟ الله آن چیزی که خیر ماست الله او را بر ما نصیب بکن. خیر، طلب خیر بکن. استخاره نمیره میگه. نماز استخاره نیست که آدم شو خواب ببینه و کی سوز دیدم و کی سفید دیدم، این گپا غلط است، حدیث نامده. مولا هم که میگه تعبیرات میکنه این نادرست است. استخاره طلب خیر است. دعا میکنی یا الله اگر اینی امر، چی مانا؟ ما فلانی مسلک انجینری را انتخاب کردم، اگر خیر باشه الله اسبابش مهیا کن، مرا دید کامیاب کن. الله اسباب مهیا میکنه اگر برات خیر باشه. فلانه طرف سفر دارم، فلانی دختر طلب دارم، یا الله اگر خیر باشه برای من نصیب کن. الله اسباب مهیا کده میره. اگر خیر نباشه الله مانع پیدا میکنه، میگردانه از تو. اینی را استخاره میگه. این انسان باید دائمی بکنه. بس از الله خیر طلب بکن. نگوی که فلانی، نه اگر شوا فلانی شوا، دختر فلانی که نشوا، نه هیچ چی ندارم. برادر دختر فلانی شوا، تو چی میفهمی خیر در کجاست؟ این معامله سر خودم تیر شده. خو نو که آمده بودم آدم که نو چی باشه بسیار چیسته احساسات بلند داره. گفتم نه دختری را میگیرم که مکمل تعلیم کرده باشه. در منطقه دیهات قرآن یاد نداره، تو پشتی تعلیم میگردی. تو تعلیم کجاست؟ در یک جای خواستگار روان کردیم، بالکل گپ همینطور لوله شده بود. پدرم یک نصیحت برام کرد. برام چطور نصیحت کرد؟ گفت بچم تو در زندگی چه اراده و تصمیم داری، چی میکنی؟ ما گفتم تدریس. ما درس خواندیم، مغز خدا آب کردیم که ما تدریس و مدرسه نداشته باشم. خیلی خوب. گفت وقتی که تو تدریس میکنی همین زنی تا کی نکاح میکنه؟ پدر و مادر 1 سال 2 سال 10 سال زنده باشه. تا که ما پدر زنده هستم برو اولاد تو همی اشتکای تو ختمه زندگی میکنه. بعد از خود تو باز یک طرف ملاستی، زنی تا قطی ایوار هم نمیمانی، قطی بیادر هیتا هم نمیمانی. همینطور است یا نه؟ خب از جای دور که زن میگیری همین انتقال از ایره غم و چی خوشحالی میشه. کی انتقال میده؟ تو خود تدریس است. من نباشم کی؟ تو چرت برد مرا. از جای دیگه قصد کرده بودیم. خب همینطور که چرت زدم یقینا همین نقطه های پدر سخت در ذهنم تاثیر کرد. ما گفتم پدر بعد از این اختیار از توست، من دیگه مطالبه نمیکنم که فلانی. پدرم ماشاءالله دستی رفت دختری خاله را برای ما گرفت. واقعا پسان در عمر خود تجربه کردم که چقدر مناسب و موزون بوده. چرا؟ یقینا این گپ بسیار مناسب می باشه، بسیار ضرور می باشه. انسان باید اینطور نباشه که حالا این میره میگیرم این میره نمیگیرم. دختره و بچه های گپا را خیلی زیاد چی میکنه. باز سوالم میکنه کدام دعا بخوانیم. دعاها برای از این نیست که ازدواج تو از او صورت بگیره. تلاوت قرآن، ازدواج، عبادت ها برای الله خوانده میشه. دعا بکو که آن چیزی که خیر است الله برات نصیب بکنه. در تمام امور، تجارت است، وظیفه است، هر کاری که شما میکنه استخاره کنی از الله خیر طلب بکنی. خیر بهتر است. قرآن برای ما دستور میده در حالت پریشانی توسط چی زایل میشه؟ توسط نماز. الله برای ما میگه حافظوا علی الصلوات، حفاظت کنه، پاسداری کنه بالای نمازا، و صلات الوسطا، خصوصا بالای نمازی درمیانه.
پاسداری نماز چی را میگه؟ نماز چطور پاسداری کنیم؟ پیره‌داری کنیم، مراقبت کنیم. مراقبت از این موبایلی را میگه که کسی را بگوی که موبایل گم نشود، تو همی بار بار نظر میکنی که موبایل کسی نگیره. اینی را پاسداری و پیره‌داری میگه. نمازها چطور پاسداری شود؟ یک امر معنوی است. پاسداری و حفاظت نماز است که نماز در وقت بخوانی، به جماعت بخوانی، لحاظ تمام سنن و آداب و مستحبات و واجباتش بکنی، به خشوع و خضوع بخوانی. اینی را حفاظت و پاسداری میگه. اگر نماز در وقت نخواندی، حفاظت نکردی، نماز نقصان آوردی، و جماعت نکردی، نقصان آوردی، عالی خشوع نکردی، نقصان آوردی، سنتایش مراعات نکردی، نقصان آوردی. حفاظت نماز نشد. خصوصا نمازی در میانه. اگرچه مفسرین در این مورد اختلاف زیاد داره که نماز وسطا کدام است. راجح ترین قول نماز وسطا دیگر است. چه کمال داره نماز دیگر؟ چرا در حدیث پیغمبر میگه کسی که نماز دیگرش فوت شد، قضا شد، که انما وتر اهله، تو میگی هلاک شده کلی اهل و عیالش. یک انسان اهل و عیالش از بین بره، خو نماز دیگرش از بین نبره، نروه. این مرادف است. امروز ببینیم چرا الله میگه صلات الوسطا. نماز دیگر بعضی علما میفرماید که در اینجا ملائکه که در روز آمده اعمال نوشته کرده عالی بالا میره، ملائکه شب پایین میشه از او خاطر. لیکن در این نماز خود نماز صبح هم شریک است. او را چرا نمیگه که محافظت بکنید؟ یک. دوم، نماز دیگر به خاطر میگه حفاظت کرده شود که اگر این نماز حفاظت شود، دو نماز دیگه هم قطعش مکمل حفاظت میشه، شام و خفتن. چرا؟ کسی که دیگر وضو داره، همون وضو تا کدام وقت نگاه میشه؟ از او خاطر شام و خفتن هم میخوانه که وضوی دیگر هم نداشت، برو باز شام میخوانم، باز چی میکنم؟ شام ولا وقت نه، شام قضا شد دست پیشم بالا کیسه میکنه. بسیار مردم فقط نماز شام همینطور میگه که آذان داد 5 دقیقه وقت داره، دیگه چی میشه؟ قضا. حالا که در این روزا نماز شام 1.5 ساعت هم زیاد وقت داره. چند؟ 1.5 ساعت هم زیاد وقت داره. نه قضا نمیشه. دستی برو وضو کن نماز بخون. خب مردم تنبلی میکنه، شیطان نمیمانه. بعد از او چی میشه؟ خفتن خونانه کی خورد، تلویزیون هم سعی میکنه خور خو میره. برو بخیر. بازی خستن، وضو کردن، به الله عبادت کردن. این کسی که خشیت الله در قلبش نباشه، علم قوی به قرآن و حدیث نداشته باشه، نه اینطوری کار کس دیگه کردن نمیتونه. این را یاد داشته باشه. از او خاطر نماز دیگر اگر حفاظت شود، حفاظت دو نماز دیگر میشه. از او خاطر الله میگه دو وجه. سوم وجه، نماز دیگر اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ هر کس کاری خود در نهایت رسانده. معمار خشتکاری خود رسانده، یک کمکی مانده، اوجا آذان دیگر میشه، میگه تو باش میره خلاص کنم، باز در نماز میرم. او شروع میکنه در خلاص شدن از او، شام سرش میاد، نماز دیگر میمانه. دکاندار 4 دانه مشتری برش استادت، بوره بده، چای بده، میگه تو باش شیره بده، میره اوجا آذان شده، تو باش میرم خلاص کنم، دوی دیگه میاد، سه دیگه میاد، در شام میرسه. دیقان در کرد آب اعلا کرده، 3 کرد آب داره، 2 کرد باقی من، میگه تو باش که همی دوره مو بدم، باز میرم چی نماز میخوانم. هر کس در معامله و کار خود اینمی رقم چی باشه. زن چی میگه تو باش که کمی همی چیسته، اینمی آمادگی همی نان بزنم، همی 2 نان باقی مانده، باز میرم نماز میخوانم. همینطور شام میشه، نماز دیگر میمانه. نماز دیگر محل امتحان بزرگ الله بالای بندگانش است که بنده عالی آذان و ندای ملکوتی الله را ترجیح میده یا کاری باقی مانده خدا ترجیح میده؟ کدامش ترجیح میده؟ در سخت امتحان الله واقع میشه. از او خاطر الله میگه که والصلاة الوسطی، و دیگه حکمتش الله خود میدانه. چرا؟ او حکیم است، هیچ وقت امر بگه خلاف حکمت نمیکنه. و قوموا لله قانتین، نمازها را حفاظت و پاسداری کنه، خصوصا نماز دیگره، لیکن نشوه که وارخطایی شما را وادار به این بسازه کمی معزی در وضو نیم ساعت تیر کرده، خو اینجا چی میکنی؟ الله اکبر، همی استاد نشده در رکوع، باز پس هم بالا نمیشی، سجده درپو در 2 دقیقه پس باز اینطور میکنه، اینقدر دستا را بالا گرفته، اینطور میکنه میره. نمازهای دیگر کلش همینطور با وارخطایی است، هست یا نیست؟ الله میگه و قوموا لله، استاد شای برای الله قانتین، در حالی که خشوع کننده باشه. عبادت انکسار در تو پیدا کنه، تو احساس بکنی که در پیش الله استاد هستم، مکالمه و مناجات قطع الله دارم. کسی که سلفی نباشه یا تبلیغی نباشه، نمازش درست نیست.
تبلیغی بیچاره هم یک کمی خوبتر هستن، نمازها را یک کمی به دقت میخوانه. خود سلفی واقعی کسی که به منهج سلف حرکت میکنه و نماز خود قطعا خراب نمیکنه. یکی از علامات سلفیت چیست؟ در هر جایی که ببینه که نماز خوب رکوع کرد، خوب قومه و جلسه کرد، و کیست؟ ولو که رفع الیدین نمیکنه از ترس مردم، ولو که آمین بزرگ نمیگه، از همین نمازش میشناسن که به منهج سلف روان است. این را یاد داشت. الحمدلله، این شعار ما شده، فضل الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله و فضل الله است. این مفکوره را پیدا کنه، به مردم ذهنیت بده. شیطان دمو موقع خیلی زیاد تلاش میکنه تو کی ورخطا نماز بخوان. نه 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 نه، انتها فرق 5 دقیقه است. چند دقیقه؟ در 5 دقیقه ما نه بگه سمرقند فتح کرده میتونیم، نه بخارا را میتونیم، نمیتونیم. خود شیطان دمو موقع تو را نمیگذاره که قوموا لله چی شوی؟ قانتین. او عبادت الله که خشوع نداشته باشه و عبادت نیست. خشوع در یک جزء نماز فرض است. در یک جزء از جزای نماز خود یک دفعه توجه طرف الله پیدا شود. اگر در کلی نماز نمیشه، از او خاطر بسیار دقت کنید در نماز. نماز ترک نکنه. قرآن دمی طور موقع جار و جنجالم امر به نماز میکنه، نه پشت سر. در جنگ با دشمن هم جهاد داری، خو نماز ترک نمیشه. قرآن پشت سر میگه فین خفتم فرجالا، اگر میترسی از دشمن، اگر او دشمن انسانی باشه یا غیر انسانی باشه، فرجالا پیاده نماز بخوانی، او رکبانا یا سواره یا در چیزی که سوار است طرف دشمن، امو رقم نماز بخوانه. کیفیتش در سوره مائده میاد فاذا امنتم، وقتی که شما به امن شده، فذکروا الله، یاد کنی الله را، کما علمکم، به طرز و نقشه که الله براتون تعلیم داده. یعنی حالت جنگ و جهاد علیحده است، حالت امن علیحده است. جنگ و جهاد خو ضرورت است که تو سری سواری نماز میخوانی، رخ طرف قبله رعایت نمی کنی و امرای سلاح و اسلحه هم است، اما اینجا خوبه امن استی. آلی نماز بسیار دقت و آرام بخوان. کما علمکم، مثل که شما را الله تعلیم داده ما و طور طریقه را لم تکونو که شما نمیدانستید، تعلمونه، لم تکونو تعلمونه که شما نبودید که میدانسته، بلکه الله براتان تعلیم داده. توسط کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قرآن خو گفت و اقیموا الصلاة، نماز قائم کنید. چی رقم؟ آلی نقشه نماز کی برای ما داده؟ پیغمبر. ما به نقشه پیغمبر نماز بخوانیم. چی میگه؟ نماز با چیست؟ با طریقه امام ابو حنیفه است کتابا یا نیست؟ نماز به طریقه امام شافعی. ما میگیم نه، نماز به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزی که در حدیث صحیح در نماز ثابت است، مطابق از عمل کردن. الله علامه البانی را غریق رحمت کنه، قبرش الله منور بگردانه. یقینا کتابی را که جمع کرده حدیث صحیح به طریقه محمد رسول الله صلی الله، اگرچه خب تفصیل نداره. کتاب دیگهش تفصیلی است، با تاسف که در وطن ما تالی ترجمه نشده. شرح داره، همین صفت صلات النبی چی داره؟ شرح داره، بسیار مفید است. در 3 جلد است که الله بخواه کسی را الله توفیق بده که ترجمه کنه. بعد از نماز یا کیفیت نماز آدم میدانه. حالا هم الحمدلله چقدر انقلاب در نمازهایتان آورده یا نآورده. حتما هیچ کدامیتان به این کتاب نباشه، قطعتان باشه یک حدیثیشه مرد کسی نیست که رد کرده بتونه، یک حدیثیشه. چرا که کلش احادیث صحیح را جمع کرده و مطابق اونمو حدیثا نماز خواندن. اینی روش پیغمبر است. حالی دلی کسی اگر پشت روش امام ابو حنیفه و شافعی و احمد حنبل و امام جعفر صادق و دیگه میره، او هم ثابت نیست که طریقه از او همی رقم باشه. بس دیگه من نفیستم کتاب نوشته کردم، روشا را اضافه کردم. در وضو توری رام میکنم، گردنم مسا میکنم. در نمازا چی؟ بگو اینم اینجا ماکم گرفت، اینم طور دیگه، اونم طور ماکم بگی دیگه. سنت رسول الله چی میگه؟ حدیث پیغمبر اعلان چی میکنه؟ تو چی میکنی؟ والذین یتوفون منکم، کسانی که وفات کرده میشه از شما، و یذرون میگذاره ازواجا، زنای خدا، وصیتا لازواجهم، وصیت کردن است برای زنای خویش، متاعا الی الحول، نفع دادن تا 1 ساله، غیر اخراج بدون کشیدن. فین خرجنا، اگر زنا به اراده خود برآمدن، یعنی پس از تیر شدن عدت 4 ماه در روز خود، اگر 1 سال زندگی تیر نمیکنه، فلا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، فیما فعلنا، در چیزایی که انجام میده همی زنا، فی انفسهن،
در مورد نفسای خود من معروف، از او کاری که موافق شریعت است پسندیده است. والله عزیز حکیم، الله زبردست ذات است، هر اراده را که بخواهم اجرا کرده میتونه. حکیم حکمت والاست، هیچ حکم بدون مصلحت نمیکنه. بسا اوقات زن و شوهر آنقدر محبت دیری نداره که هیچ پرسان نکن. قدرت الله تبارک و تعالی است. توسط یک عقد نکاح الله در بین زن و شوهر آنقدر رابطه قوی را پیدا میکنه که حتی در بین اولاد و پدر و مادر نمی باشه. همینطور الله رشته محبت قوت میده. الله و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم موده و رحمه. خیلی شفقت و مهربانی را الله پیدا میکنه، خیلی محبت پیدا میکنه. زمان شوهر وفات میکنه، زن بسیار حیاناک است، بسیار پاس و لحاظ برای شوهر خود داره. نمیخواد که 4 ماه او در روز بعد خانه شوهر را ترک بگویه و بگریزه، نعوذ بالله. یا ایست که بله عدتش خود تیر میشه، خو اولاد داره، دلش در اولاد میسوزه، میگه بان کمی اولاد خدا 1 سال خو خدمت بکنم، سرپرستیش بکنم. آلی اینمی طور شوهر بعد زمان مرگ خود به اقارب خود وصیت کنه که زن مرا نان و نفقه شه تا 1 سال بده. این حکم بعضی مفسرین میگه منسوخ شده. اول 1 سال عدت بود، بعد از اون منسوخ به 4 ماه و 10 روز شد. آیتی که قبلا تیر شد، او آیت اگرچه در تلفظ مقدم است اما در نزول متأخر است، از او خاطر میگه این آیت منسوخ شده. لیکن قول راجح است که منسوخ نشده، او امر واجبی و لازمی است. این امر چی است؟ استحبابی است. یک زن میخواه نمیخواه میگه من در خانه شوهر خود 1 سال تیر میکنم، باید وارث و اقربای میت لحاظ وصیت امو مرده خدا بکنه، زنش تا 1 سال بسیار به احترام عزتمندی در خانه چی کنه؟ نگاه بکنه. آلی اگر امی زن به اختیار خود 1 سال پوره نمیکنه میره بدر، بازی مردم مانع نمیشه و میره او زینت خدا میکنه، شوهر دیگه میگیره. چرا این امور شرعی است، از امو خاطری مانع نمیشه و یا مانع از او بعد نشوه. وللمطلقات متاع بالمعروف، برای زنای طلاق شده نفع دادن است بالمعروف، به طریق پسندیده موافق شریعت. اونجا برای زن مطلقه که مهر مقرر نبود و قبل از هم بستری طلاق داده بود، اونجا متعه لازم بود، واجب بود که باید برش بده. اینجا مطلق زنی که طلاق داده میشه، اگر هم بستری شده اگر نشده، اگر مهر مقرر است اگر نیست، مطلقاً باید بری زنا چیزی تحفه داده شود. چرا؟ به خاطر که در وقت فرقت و جدایی هم یک خاطره خوب از شوهر خود داشته باشه، نه خاطره بد. چرا؟ اگر خاطره بد داشته باشه بازو دیگه تبلیغات میکنه، میگه این شوهر من اینطور بود. آلی اون شوهر که زنا را خواستگاری میکنه، این زن تبلیغات کرده در مقابلش، هیچ کس آماده برای چی نمیشه؟ برای گرفتن شوهر نمیشه. و همچنان شوهر از زن خود خاطری خوب داشته باشه، تبلیغات نکنه که زن اینطور عیب داشت، اینطور بود که حال دیگه کسا به خواستگاری از این نبیه. نه، اسلام در این طور موقع هم نمو رای اخلاقی و حسن اخلاق اختیار کرده که شوهر احترام برای زن داشته باشه و زن به شوهر داشته باشه. اگرچه عوامل پیدا شد که سبب فرقت اردو شده و این اردو نتانستن که زندگی را موافق شریعت با ادا کردن حقوق متقابل پیش ببره، موقع برای جدایی آمده، اما دمی حالت جدا شدن هم احترام متقابل داشته باشه. حقا علی المتقین، این حق ثابت بالای کسایی که خدا نگاه میکنه از شرک کفر. متقین حق است بالای کسایی که خدا نگاه میکنه از بخیلی، از کنجوسی، از زشتی و بد اخلاقی. چرا؟ آدمی که اخلاق نیک داره دمی حالت هم لحاظی اردو جانب میکنه. كذلك يبين الله، اینمی قسم احکامه که الله بیان کرد، اینمی قسم بار بار بیان میکنه، خب واضح بیان میکنه الله لکم، برای منفعت شما، مصلحت شما، آیاتی احکام خدا، لعلکم تعقلون، به خاطری که شما از عقل کار بگیری، از فکر مردمای احساساتی نباشه، نظری سطحی نداشته باشه که هر گپ آمد وی من ایره چی کنم برای پدر نالتا از پیشم جدا میشه. نه، از عقل کار بگیره. اینمی یک جور کالایی که تو در وقت جدایی به این زن میدی شده میتونه که خانوادهش متاثر بسازه، زن متاثر بسازه و بگویه که بالکل من باز قطعی شوهر زندگی میکنم. تو نمیفهمی، از عقل کار بگی.
این موقع تفکر و تعقل است. انسان در مسئله زندگی و جدایی و گرفتن ازدواج از تفکر و تعقل کار میگیره، زندگی سطحی و سرسری نمیکنه. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، بله موضوع جهاد اونجا اصلاح خانواده بود. یکی خب بعد همه اموری که ما و شما پیشتر کردیم انتظام خانواده توسطش درست میشد، اصلاح نظام خانوادگی می آمد. عالی اصلاح چی؟ جامعه. اصلاح جامعه توسط چی میاد؟ بوته هایی که سبب بدبختی میشه در جامعه او باید از بین بره. مثل که دکترها میخیزه مریضی که در جان بدن یک شخص است هر قدر میکروبا و دانه هاست تو را مکمل عملیات کرده از بین میبره. جهاد امی حیثیت داره. در کدام جایی که تو میبینی که نظام الله مانعش پیدا میشه امور چی کو از بین ببر که کل مردم زیر یک چتر یک نظام زندگی بکنه و مردم یک عقیده یک مفکوره داشته باشه. جهاد به می خاطر است. الله تبارک و تعالی دعوت به جهاد به صورتهای مختلف بر ما میده. گاهی به ذکر داستانا انبیاء علیهم السلام و قومای سابقی که جهاد کرده کدام عزت و مجدی که به دست آورده داستان از را برای ما بیان میکنه. ما تو را تشویق میکنه، ترغیب میکنه که بیادرم اگر تو میخوایی مجد و عزت تا به دست بیاری راهش نمیسته. گاهی مردمی که جهاد ترک کرده و مبتلا به ذلت و رسوایی شده حالات از را برای ما ذکر میکنه. ما تو را از گوش کش میکنه که تو تور نشوی که باز همین ذلت دامن تو را هم میگیره. فکرت باشه. قرآن کریم متنوع حالات برای ما بیان میکنه تا ما باشیم چی بصیرت کامل از جهاد داشته باشیم. هدف جهاد، طرز جهاد، چه قسم جهاد میشه، دینمی داستانا کلی مسائل برای ما همینطور انگشت نما میشه. الم تر تو نمیبینی مخاطب پیغمبر علیه السلام الی الذین در حالت او مردمایی که خرجوا برآمدن من دیارهم از خانه های خود و هم الوف در حالی که یا بازارا مردم بودن. چرا برآمدن؟ حذر الموت از ترس مرگ. فقال لهم گفت الله برشان موتو بمره. اینجا قول تکوینی است بمره. ثم احیاهم بعد زیاره زنده کد. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی لذو فضل خیلی صاحب احسان است علی الناس بالای مردم ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر مردم قدر نعمت الله را نمیدانه. قرآن قوم بیان نکرده، جایش بیان نکرده، وقتش بیان نکرده، بس عامل مرگش هم بیان نکرده. مبهم گذاشته مبهم میگذاریم. منظور قرآن نیست که تو از این درس بگی تو چی میکنی که کدام قوم بود و چی قوم بود. از امو خاطر قرآن اینطور سوالا را جواب نمیگه، فایده نداره. تو چی میکنی کدام قوم بود و کدام زمان بود، خلاص یک قومی بود. مفسرین علما دو نظر داره. یک تعداد از علما این نظر داره که اینجا مراد مردن امی مردنی نیست که ما و شما طبیعتا میموریم، حواس ما از درک و از چیسته از کار روزگار میمانه. این مردن نیست. الله فرمان جهاد داده بود به این قوم او جهاد احیا است. چی است بگه؟ زندگی معنوی است. کسی که جهاد ترک میکنه او چی است؟ مرگ معنوی است. چرا مرگ معنوی است؟ مثل که توسط مردن اعضای آدم بی احساس میشه، بی درک میشه، کار کرده نمیتونی. آدمی که زیر یوغ غلامی دیگه کس باشه بی حس و بی اراده است، استقلال نداره. مثل یک آدمی که واره مرده واره است. او کسی که استقلال داره او مکمل مثل یک آدمی چی است؟ زنده. از او خاطری آیت مراد از احیا و اماتت معنوی را می. دوم طایفه از مفسرین میگه که نه احیا و اماتت او نیست. امیطور احیا و امامتی که حسی با چشم دیده میشد آمده. اگر تو میگی که باز خود دو آدم که یک دفعه بمره باز دیگه زنده نمیشه، زندگی خود آخرت است، اینجا نیست. جواب برش میگی که سه قسم مرگ وجود داره. یکی مرگ تعذیبی است. مرگ تعذیبی نمی رقم که الله کسی را عذاب میده یک دفعه میرانشه باز چی میکنه؟ زنده. یکی مرگ اعجازی است، برای به طریق معجزه که پیغمبر نشان میده که اینم یا مرده این یارا چی میکنم. او یکی مرگ طبیعی است که انسان باز دوباره در دنیا زنده نمیشه بلکه چی میشه؟ در آخرت زنده میشه. اینجا مرگ چی بوده؟ تعذیبی بوده. این مردم ها مامور به جهاد بودن که جهاد بکنه، یا یک دم فرار کردن بزدل منطقه را به دشمنای علاقت خودشان وفات کرد فرار کردن به این نیت که ما از این خدا چی بکنیم؟
نجات بدیم، دشمن ما را نکشه. لیکن در یک جای رسیدن الله مرضی را پیدا کرد، طاعون واره، کلی از یا چی شدن؟ مردن. بعد از او پس زنده کردنشانه. چرا زنده کرد؟ به خاطری که الله برشان بدانانه که مرگ و زندگی در اختیار کیست. اگر کسی از جهاد، میدان جهاد، به خاطر نجات از مرگ فرار میکنه، گپش غلط و چی است؟ نادرست است. چرا؟ فرار از میدان جهاد سبب نجات از مرگ نیست. است هر جایی که بری مرگ در دنبال است، مرگ از جانب الله است. و داخل شدن در میدان جهاد سبب مرگ نیست. سبب چی نیست؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه شخصیتی است که در بسیار جهادا چی شرکت کرده و حتی بدنشی طور جای نبود که داغی چی نمی بود، شمشیر نمی بود، اما در بستری کجا میموره؟ در بستری مریضی میموره. اما کسی که یک روزم در جهاد نرفته ناگهان برابر میشه، او در اوجا میموره. از خاطر الله ذهنیت داد برای مسلمان که مسلمان میدان جهاد سبب مرگ ندانی، فرار از میدان جهاد سبب نجات ندانی. جهاد لازمی زندگی است، اوی بهترین مرگ است. یک موضوع است. مرگ و زندگی در اختیار کیست؟ اگر الله بخواد تو را هر جا میمیرانه. یک مسئله بعد از او برات میگه ان الله لذو فضل علی الناس، الله صاحب احسان است بالای مردم. چرا صاحب احسان است؟ تمامی واقعات و داستانه را برش بیان میکنه به خاطری که چشم تو بینا شوه، حقیقت درک بکنی، آلی آمادگی بگیری که باید مرگت چی رقمی مرگ باشه. لیکن اکثری مردم ولکن اکثر الناس، بازم اکثری مردم لا یشکرون، قدردانی نعمت الله را نداره، ایطوری مرگا را خوش نداره، تلاش میکنه خود از چی؟ بگه شانه خالی کنه از میدان جهاد. همون تو رست یا نه؟ خدا زرنگ میگه بان که بچه فلانی بره از من نروه. نه، مرگ و نموسته که در میدان مبارزه باشه. در میدان چی باشه؟ مبارزه علیه کافر باشه. یک، و قاتلو فی سبیل الله، جنگ کنی در راه الله تبارک و تعالی. و علمو بدانه این جنگای شما اینطور نیسته که هر قدر تکلیف و مشقت میبینه، دوچار مشکل مصیبت ها میشه، زخما را میبینه، نقصانا را میبینه. بدانه و علم و یقین کنی که ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی سمیع، شنونده است فریادایتان، دعاهایتان. دمی موقعی که شما دعا میکنی الله میشنوه. علیم، میداند نیت اراده تان که برای چی جهاد میکنی. برای از اینکه قهرمان برات بگویا، برای از اینکه خب طوفان برات بگویا، برای از اینکه دلاور برات بگویا، برای از اینکه قماندانی ضربه‌ای برات بگویا. کدام مقصد نیت کرده ای؟ الله میدانه. یعنی که میگی نه، نظام الله حاکم شود. من ذا الذی، کیست او ذاتی که یقرض الله، الله اکبر، کدام شخص است که قرض بده به الله، قرضا حسنا، قرض حسنه را، فیضاعفه، پس دوچند بسازه، دوچند بگردانه الله له برای از او، اضعافا به مراتب کثیرتا زیاد. کیست که به الله کسی قرض بده؟ جانی خدا قرض میده که الله خب اینطور جانی دیگه برش بده که خیلی عزتمند باشه. اینطور جانا به نزد الله خیلی قدر و قیمت داره. جنت درجات خیلی متفاوت داره، ولی کدام جان قدر و قیمت داره؟ جانی که در راه الله قربانی شده باشه. او جان دیگه قدر و قیمت داره. چرا؟ الله خریدشه. الله میگه به من قرض بده بنده، اما تو بیخی نمیگیرم. یک، کسی جهاد بدون مال نمیشه، بدون وقت دادن نمیشه، بدون بگوی قوت دادن نمیشه. انسان باید نیروهایی که در دسترس داری مصرف کنی در مقابله با کفار. اگر علم داری، اگر مال داری، اگر نیروی فرهنگی داری، تبلیغاتی داری، هر قسم که داری مصرف کو. الله از پیشت قرض میگیره. چی میگیره؟ و بیخی نمیگیره، قرض میگیره و میده برات بدلیشه به مراتب دوچند. والله یقبض، اگر تو میترسی که اگر بدم من خودم نادار میشم، فقر و فقیری سرم میایه، الله میگه نه، عقیده تا پخته کو. والله یقبض، الله است که بند میسازه و تنگ میسازه رزق روزی را، و یبسط، فراخ میسازه میگشایه رزق روزی را به هر کسی که الله میخواه. از یکی را زیاد، از یکی را کم، هر قسم میکنه. صدقه کردن، مصرف کردن سبب فقر شده نمیتونه. و الیه ترجعون، ای مردم چی میکنی قدر ماله که مصرف نمیکنی؟ موقع میسر شده برای مصرف یا مصرف نیروها و مالایتان، لیکن شما بازم مصرف نمیکنی. و الیه خاص، بسوی الله ترجعون، باز گردانیده میشوی. روی سر خبره
گردن تان اینقدر بلند باشه که یا الله مال خدا در راه خدمت دینت ما مصرف کرده. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، دیگه داستان بر ما بیان میکنه. تو نمیبینی مخاطب پیغمبر اسلام نمیبینی مانا آیا علم حاصل نشده؟ چرا او قوما خو سابق تیر شده حالی خو نمیبینه. خو واقعاتش آنقدر معلوم دار است برای پیغمبر مثل که با چشم سر چی میکنه؟ نظر میکنه، دیده باشه. آیا علم حاصل نیست برید الی الملأ و نمیبینی با او جماعتی که من بنی اسرائیل از اولاد یعقوب علیه السلام بود برات حاصل نشده؟ الی الملأ با او طایفه و گروه من بنی اسرائیل که از اولاد یعقوب علیه السلام من بعد موسی پس از موسی علیه السلام بود. اذ قالوا در آن وقتی که بیدار شدن و هوشیار شدن بعد از گذشتاندن زندگی بیگارکشی خیلی ذلیل، چی گفتن؟ قالوا گفتن لنبی اللهم برای پیغمبری که برای از یا بود ابعث لنا مقرر کو برای ما ملکن یک پادشاه قماندان نقاتل فی سبیل الله که ما در زیر قماندش جهاد بکنیم در راه الله تبارک و تعالی امرای جالوت. قال پیغمبر گفت آلی فهمید که قوم یک کمی بیدار شده هل عصیتم به خاطر از اینکه کار پخته شوه ایتو نشوه که ما قماندان مقرر کنم مردم هم آماده نباشه. هل عصیتم آیا قریب نیست این کتب علیکم القتال اگر مقرر فرض کرده شوه بالای شما جنگ کردن جهاد الله تقاتلو که باز شما جهاد نروی و جنگ نکنی همینطور نیست؟ امیدی گپ نمیره؟ قال گفتن و ما لنا چی شده ما را الله نقاتل که ما جهاد نکنیم فی سبیل الله در راه الله در حالی که انگیزه جهاد وجود داره. چرا؟ و قد اخرجنا یقینا ما کشیده شدیم من دیارنا از خانه های ما بیرون شدیم، خانه بی خانه هستیم و ابناینا از اولادای ما اولاد ما در بیگاری مردم است. فلما کتب علیهم القتال هرگاه که فرض کرده شد بالایشان جهاد تولوا خودشان رو گردانی کردن الا قلیلا منهم مگر خیلی کم از یا در 70,000 نفر تقریبا 313 نفر باقی میمانه. والله علیم بالظالمین الله خوب علم داره به او کسایی که خود اعتراف میکنه وعده میکنه باز وفا نمیکنه سخت ظالم است. خودت میگی باز وفا سرش نمیکنی. قرآن درس میده برای ما بله انسان باید جهاد بکنه، مجد و عزت توسط جهاد حاصل میشه. چرا؟ یک طایفه از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام جالوتیا سری منطقهشان حاکم شده بود، اولادایشان اسیر گرفته بود یا در بدر خاک بسر بودن، هر طرف میگشتن بی خانه و کاشانه بودن، تنگ آمدن دینمی حالت مهاجرت بود، زندگی آرام نداشتن. یک دفعه دوش آمدن او برادر آلی از جان از ما خواب نمیره خون میره بیایی بخیزیم. یک دفعه بیدار شدن. قرآن برای ما درس میده انسان وقتی بیدار میشه که رنج بکشه درد بکشه که درد و رنج نکشی باز بیدار و هوشیار نمیشی. درد و رنج نکشی هوشیار نمیشی. ما در ظاهر میبینیم حمله روسا را چی تلقی میکردیم؟ بگوی خیلی مصیبت بزرگ اما بسیار فضایل بزرگ در بر داشت یا نداشت؟ همین ترجمه قرآن از برکت مهاجرت است. از برکت چی است؟ مهاجرت است. مردم میبینیم در افغانستان زندگی مسلمان است یا چی رقم مسلمان؟ خودی ما خود نماز نمیخواستیم، کوزه بابایم که وجودش میکرد از گل اونمو موجود است، اونو طور مسلمان بودیم. دیگه کجا بود؟ علم نبود، تحقیق نبود، دعوت نبود، کسی طور نبود. اون خودیتان جوانای ما مکمل و نرفت کمونیست شده بود. مقابله شوروی مردم پس چی کرد؟ بیدار کرد و این سبب شد افغانستانی که در نقشه کس در دنیا نمیشناخت یکه معرفی شد در جهان. معرفی شد یا نشد؟ ما انواع کمالات کسب کردیم، کمالات اقتصادی را، کمالات فرهنگی را، کمالات سیاسی را، کمالات دینی را، بسیار چیزا را در وطن خود پس آوردیم. اگرچه در زمن بگو بسیار بدبختی ها را هم پس قطع خود آوردیم، خصوصا کسایی که در ممالک کفری زندگی کرده پس که میایه برای ما یک فرهنگ لباس و نعوذ بالله بی حیایی دیگه چیزا نمیاره الا ماشاء الله. خیلی کم مردم در اونجا است که پابند حیاست، پابند عفت و حجاب است و پس هم که این جمعیه از خود افغانستانی کرده و خیلی پابند است. آلی برادرای ما در لندن زندگی میکنه الحمدلله آنقدر پابند دین است که هیچ پرسان نکنه، رابطهشان قطما هسته و همو قسم واقعا حلی ظاهریشان هم
قطع ما و شما فرق داره. که واره ببینه میفهمه که نه خود لندن زندگی نمیکنه. خب لیکن دیگه کمالات خیلی در هجرت موجود بود. شما با آمدن ناتو در افغانستان خفه نشوه. بگوی نشوی خفه. چرا؟ سایسته که یک عالم مصیبت بر ما آمد. خب لیکنی آمدن ما را بیدار ساخت یا نکد؟ شما جوانا اینقدر تعلق و رابطه با قرآن نداشته از اول. شما در صدد راهیابی نبوده. خب آلی فرهنگ های مزخرف که تبلیغات زهراگینش قبلا شنیده بوده، فرفته و عاشق از یا بوده، با چشم سر دیده لمس کرده که یک دم چیز بگوی خرافات است، یک دم مصیبت است. آلی فهمیدیم که اسلام کدام دین است. ارزش صحت کی میه؟ که آدم مریض شود. ارزش روشنی کی است؟ که آدم در تاریکی زندگی بکنه. دو نفر خیلی زیاد بسیار اسلام برش لذت داره. یکی علامه اقبال لاهوری، یکی سید قطب رحمت الله علیهما، اردویشان. علامه اقبال لاهوری آدم صوفی بود، بس دیگه نمی خانقاه ها را مدح کنه دیگه چیز نبود. زمانی که در امریکا رفت وضعیت غرب دید، یک دم انقلاب در ذهنش پیدا شد، یک دم توجهش طرف آیات انقلابی قرآن شد و بعد از او فهمید که ای اسلام کدام طایفه از بین برده، چی چیز از بین برده. از او خاطر بعد از او اشعار انقلابی را شروع کرد. شعرهای از او خیلی پرمعناست، هست یا نیست؟ انسان یک دم در حرکت میاره. سید قطب رحمت الله علیه عالم برجسته بود. وقتی در امریکا رفت حالات مشاهده کرد، خلاهایی که در اون نظام موجود بود و اینجا اسلام و خلاها را پر میکرد. هر دو نظام با هم مقایسه شد. آلی ارزش اسلام پیشش چی شد؟ بسیار قوت پیدا کرد. آلی که در زندان برای کلمه لا اله الا الله جان میده. برای ما و شما اسلام وقت اهمیت پیدا میکنه که یک کم وقت در تاریکیم تیر کنیم یا نه؟ یک کمی رنج ببینیم، ذلت ببینیم، بعد از او انسان بیدار و هوشیار میشه. یکی از عوامل بیداری ما اینمی گپاس انشاءالله. ما آینده درخشان در این ملت انشاءالله طمع دارم که الله آینده درخشان بده. درخشان جوانای ما این ملت های نمیتون رسوا و شرمنده از وطن ما برایه و در افغانستان نظام 100% اسلامی حاکم شود. کتاب الله و سنت رسول الله حاکم باشه. نه تنظیم پرستی باشه، نه مذهب پرستی، نه طریقه پرستی، نه قوم پرستی. یک نظام الله حاکم باشه. انشاءالله ای آمده نیست. این را یاد داشته باشه انشاءالله. اگر ما پس رجوع به قرآن حدیث کردیم، این مردم هم تو رسوا شرمنده میروا. چرا؟ قرآن برای ما درس میده. بنی اسرائیل وقتی در سر خوردن، زندگی ذلت دیدن، یک دفعه در جوش آمدن پیش پیغمبر. زمان مهدی نمیطور است. مهدی کدام کسی دیگه نیست. مهدی یک شخصی است از مادر تولد میشه، آدمی برجسته است، تقوی بیشتر داره، درایت بیشتر داره، سنجیدگی بیشتر داره. دمو موقع آدمی خیلی موزون برای قیادت کی میباشه؟ مهدی. مردم در گردش جمع میشه، مثل که بنی اسرائیل در گرد پیغمبر جمع شد. گفت قائد در کار داریم، شخصیتی در کار داریم که ما را سرپرستی کنه، قمانده کنه. مثل که حال ما میگیم امیر کار داریم. چی کار داریم؟ یک امیر کار داریم که پس خلافت بیاید. یک طایفه برای خلافت همین طور گپا میزنه. صحیح است؟ این حالی ما به امیر کار داریم. اونجا به امیر ضرورت بود. معلوم شد هر جبهه و هر جهات ضرورت به امارت داره یا نداره؟ به امارت نمیشه. خو امیر کی باشه؟ قرآن عالی مکملی اوصاف هم براتان مشخص میسازه که اوصاف اهلیت امارت کی داره. ایران برای ما میگه. دوم گپ، پیغمبر یک کسی که یکی حالت جوش است، یکی حالت هوش. حالت جوش و هوش با هم فرق داره. ما که اینیالی تقریر کنم شما را همی قدر در جذبه میارم که همیالی بگم که حرکت، شما کلیتان میخیزی، همیالی میخیزی. خب او طرف که بریم که اونجا نفر تاخ شو از یک طرف، حالی معلوم است که در کوچکی باقی میمانه. در میدان حالت جوش و هوش فرق داره. در جوش کلگی چیخ میزنه، ناره تکبیر میگه نمیگه. خود در هوش باز کسی نیست. ما تجربه کردیم. قطعی بعضی علمای بدعتی که ما روبرو میشیم در مناظره و در چی دیگه وقت هر کس لا اینطور دستین بر میزنه. من سلفی پخته استم، اول لمبر سلفی استم، اول لمبر در مقابل بدعت و شرک مبارد که روز مناظره شو السلام علیکم
خیرت است مولوی صاحب السلام علیکم خوب است چجور است بیا که یک مناظره دارم والا ما بسیار ضرور کار دارم مرده شده دروغ میگه مرده شده مرده نشده این مرده خودش مرده میدان کار داره میدان هوش علایده است برای ما درس داده میشه هیچ وقت سری میدان چی جوش حساب نکنه ما میدان هوش کار داریم ما شاگرد کلی شاگردار کار ندارم شاگردی کار دارم که برنامه زنده باقی بمانه این ترجمه قرآن رمضان تو بگویی که هیچ ختم نشده حالی هم شروع است اگه این دعوت شروع باشه این ترجمه چیست زنده است شروع است اما که در رمضان تو آمدی اینجا خو بردی امو تو نشستی حالی پس رفتی قرآن بند کردی حتی یک روز نه کسی را دعوت دادی نه پس سوال کردی که باز در کدام جای درس هست یا نه اینطوری مردم به درد نمیخوره به درد مردم باهوش میخوره پیغمبر همینطور قرارداد یا تعهد از کی میگیره از همین مردم جوشی میگیره یا نمیگیره یا خو اقرار میکنه که بله خو قماندانی قدر با درایت قماندان است که در میدان نزدیک میشه در جهاد یک امتحان بزرگ سری همی لشکری خود میکنه که تو باش همی کاری آسانه یا امتحان داده میتونه یا نمیتونه که باز در کاری سخت چطور است از همون خاطر کسی که داد سلفیت میزد اول همینجا برش بگو یک چنده بکنیم خیر است آلی تالی را مقابله نداریم تنها مسئله مال که آلی معلوم شود که از جیب کی زود پرتافته رایسته فهمیدی یا نه باز بعد از او بگوی که آلی در مقابله که در مقابله جان تیار است یا نه آلی که بگوی که چنده فرتی یکی در بانه موضوع کردن میبره دیگه در بانه همونطور خدا بکشه هیچ کس نباشه اینطور باید نباشه قرآن درسا میده او تنظیم پخته است که مراحل طی بکنه گرچه ما تنظیم نداریم الله ما را مسلمان گفته و یک مسلمان هستیم تنظیم جور کردن تحزب جور کردن در دین نیست چرا که تنظیم جور کردی باز کل نیکی و بدی مربوطی کی میشه اگر در تنظیم بودی نیکی میکنی اگر نبودی بدی خلاص دیگه کسیش مسلمان نمیشماری عملی دیگه کسیش نیک نمیشماری نه تنظیم نیست ما که گاهی کلمه سلفی را میگیریم معنای تنظیم نداره خو معنای ازیر داره در قدم کی قدم بمانیم سلف قدم بمانیم دین به مفهوم ازوا بشناسیم عمل کنیم اینی را به نام سلفیت میگه این کدام تنظیم نیست و گاهی هم تنظیم ادعا نداریم قرآن برای ما درس میده پیغمبر گفتن نفر قائد برای ما مقرر کو پیغمبر قبل از اینکه قائد مقرر کنه از پیشش تعهد میگیره آیا این تو امید نیست که همین جهاد سر شما فرش و باز شما جنگ نکنه پیغمبر آل امتحان میکنه که یاران انگیزه جهاد ده یا قوی شده یا نه جهاد هر کس نمیتونه جهاد پیش از پیش کاریدن انگیزه در قلب افراد است لشکر است که انگیزه را در قلب لشکر بکوری بازور نمو بدی قوت بدی که یک دم همینطور در حرکت شوه جهان امروز هم امین نکته را متوجه است به افراد خود انگیزه میده اسلام قبلا امین انگیزه را میداد خلیکنی مردم انگیزه داشت انگیزه چی بود از خانه برآمدیم اولاد ما اسیر و بصیر است خودی ما ذلیل و سرگردان این چی زندگی است که ما داریم این زندگی دیگه به درد ما نمیخوره خو الله میگه قراردادم کردن انگیزه خودم ظاهر کردن خروز میدان که آمد فقط چند نفر دیگه کس نبود اعتماد سری اکثریت میشه از همون خاطر وکیلای پارلمان که در قوم میره در مسجد که تقریر میکنه کلگی میگه بله رای به تو میدیم خروزی که رای گیری میشه از همون قریه یک رای برش داده شده او هم که دلار برش داده نمایندهش است دیگه یک نفر نیسته نه حساب نکنی حساب دقیق بکن که کی واقعا در میدان استاده است و قال لهم نبیهم گفت برشان پیغمبرشان ان الله یقینا الله تبارک و تعالی قد بعث لكم طالوت فرستاده برای شما یعنی مقرر کرده برای شما طالوت ابن کش در تورات برش ساول گفته کسی میگه ای پیغمبر شمعون بود لیکن این صحیح نیست شمعون متصل موسی علیه السلام بود در بین این پیغمبر این در زمان داود علیه السلام است داود علیه السلام و موسی علیه السلام تقریبا 1400 سال تیر شده او کسی شموئیل علیه السلام میگه او پیغمبر بود او گفت که مقرر کرده لکم برای شما الله طالوت پاچا مقرر کرده قالو گفتن انتقاد کردن
طالوت یک آدمی است که نه خاندان نبوت است، سید مید نیست، آخوندزاده و گلزاده و صاحبزاده نیست و نه مالداری قوی است. از او خاطر انتقاد کردن. انا چه قسم یکون باشه له الملک بر ازی سرپرستی و قیادت علینا بالای ما و نحن احق بالملک منه، ما خازی کده خیلی لایق هستیم به سرپرستی و قیادت ازی کده. و لم یؤت ساعتا من المال، فراخی مالم برش داده نشده. نه آدمی خانداری است، نه میاس، نه صاحبزاده، نه آقا، او نه مالدار است. معیار پیش از جا برای سرپرستی چی است؟ مال است، مال، یا آدمی خاندانی باشه. پیغمبر آلی برشان جواب میده. 4 دلیل برای قیادت ازی ذکر میکنه. اول دلیل اصلی که اهلیت است. کسی را که الله مقرر بکنه او اهل است یا نا اهل؟ پیغمبر برش میگه، قال گفت پیغمبر بری مردم ده جوابشان، ان الله اصطفاه، الله ای را برگزیده. برگزیدن الله مطابق اهلیت می باشه. معلوم شد که آدم مکمل اهلیت داره، قابلیت داره. کی انتخاب کرده شه؟ الله انتخاب کرده شه. کسی را که الله انتخاب کنه باز نه چون است نه چرا. یک موضوع. دوم، و زاده بستتن، چیزی که خیلی ضرورت است برای پاچایی و سرپرستی، یکی خو اهلیت بود. دوم، و زاده زیاد کرده الله ایره بستتن فراخی فی العلم، در علم. پاچا باید عالم باشه، معلومات قوی در مورد دین، جنگ، عسکری، نظام کلش داشته باشه، ماهر باشه. مردم چه قسم جمع کنه، چه قسم سوق کنه، چه قسم ترتیب بده، چه قسم امتحان کنه، پشتی سر معلوم میشه نمیشه که طالوت چطور قماندانی برجسته بود. دو، سوم، پاچا باید از نگاه اعضا سالم باشه، از نگاه عقل و درایت بالکل همینطور. سخن که میگه دمی سخن مردم از زیر چی؟ تاثیر خود بیاره. از او خاطر قرآن میگه والجسم، الله برش زیاد کرده قوت جسمی را هم. ناقص نیست، اعضایش هم ناقص نیست، قوت عقلیش هم ناقص نیست. ماشاءالله که سخن میگه. تو نیست که بسم الله الرحمن الرحیم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بگه. خیلی خطبه همینطور جذاب میگه که می مجلس یک دم داده حرکت میاره. همیشه قماندان، پاچا، بگه سرپرست در هر منطقه همینطور شخصیت بکار است. شخصیت بکار است. اینطور خو نیست مولی را ببری اونجا برش بگی تقریر کو، تقریر نتانه، گپ زده نتانه. اینطور نیست. باز چهارم میگه که در مورد چیزی که الله چی کرده داده باشد او چی انتقاد باشه. والله یؤتی ملکه، الله میدهد ملک خدا، پاچایی خدا، یعنی مقرر میکنه قیادت برای کسی میده من یشاء، که کسی را الله بخواه پس از او سوال کرده نمیشه که چرا ده فلانی دادی. والله واسع، الله فراخ است رحمتش، مهربانیش، از او خاطر هیچ وقت تنگی نمیکنه بالای کسی. علیم، میدانه که کی قابلیت ملکت و پاچایی و قماندانی را داره کی نداره. و قال لهم نبیهم، مردم بازم یک کمی خرخش در دلش بود. پیغمبر علی برشان میگه که نه، این برای خود علامت داره. در رکوع میره سالم باز بس میکنم خیر ببینه. و قال لهم نبیهم، گفت برشان پیغمبرشان این آیت ملکی، یقینا علامه پاچاییش، ایاتیکم التابوت، آن چیزی که شما سالا در صددش چشم درد میگرده همون چیزا ملائک میاره و با اینمی میده. ایاتیکم که میاره براتان التابوت، تابوت همو صندوقی که فیه در اونجا سکینتون، اسباب آرامش هسته، من ربکم، از جانب پروردگارتان، و بقیتون، چیزی باقی مانده است، مما، از آن چیزی که ترک آل موسی، گذاشته اولادی موسی علیه السلام، و آل هارون، اولادی هارون علیه السلام، تحمله الملائکه، میورداره ای صندوق ملائک، که در فلسطین بوده او را ملائک میاره. این فی ذلک لآیه، یقینا دایی نشانه است، یعنی دایی نشانه پاچایی طالوت است. ان کنتم مؤمنین، اگر شما یقین میکنید. این صندوق چی بود؟ روایات مختلف مفسرین ذکر میکنه. این صندوق بود که در اونجا لنگی اساچوب و بعضی چپن مپنی کی بود؟ موسی و هارون علیه السلام بود. و این نسل به نسل نقل میشد و این وقتی که جنگا میکرد در دم روی خود برای تواصل میبرد. لیکن این گپ نادرست است، این صحیح نیست. نه، مراد از ای که در صندوق است تورات است. تورات سبب سکینه و آرامش است. چرا که دری احکام
و راهنمودهای هم در مورد جهاد، هم در مورد زعامت، هم در مورد طرز جنگ کلش وجود داره. انسان که قانون برای جهاد داشته باشه حال دیگه پریشان نیست که چی رقم میشه چی رقم نمیشه. تورات است در کتاب میه برشان، او سبب سکینه و آرامش است. مثل که سبب همین قسم سبب سکینه و آرامش سابق بود آلیام است. و بقیت مما ترکه، بعضی چیزای باقی مانده از آل موسی و عیسی علیه السلام است. رهبری های جهادی که در دوران از او شده، او نوشته هم قطعی نمی تورات در مابین وجود داره. این دیگه هم شما را روحیتانه چی میده؟ بگه تقویت میده. چرا که راهنمودهای جهادی از وا برای شما مشعل میشه، برای شما روشنی میشه. انشالله در جهاد چی میشه؟ پیروز میشه. چرا؟ نکات جهادی را مکمل در نظر بگیره و هر کس که نکات جهادی الله را در نظر بگیره او چی است؟ کامیاب است. از او خاطر این علامه پاچا بودنش. حال دیگه مجال نمان که کسی انتقاد بکنه طالوت پاچا شده. بعد از داستانه بگه میبینیم که سرنوشت کجا میرسه، کدام مردم در میدان کامیاب است کدام ناکام است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.